خب سلام به همگی، شب و روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدین به ششمین بازی از تورنمنت شرلوک. بازی برگشت گروه سه. قبل از اینکه بازی شروع کنیم، امین صحبتی اگر هست بفرمایید که بریم برای شروع بازی. سلام رفقا، من امینم. خیلی خوشحالم میبینمتون. مرسی از رادوین عزیز و خانم ماری. ام، دیگه قوانین رو میدونین، با قوانین آشنایین. سناریو هم سناریوی مذاکره هست. لطفا به نقشاتون اصلا نزدیک نشین، اطلاق نقش هم نکنین چون امتیاز منفی داره برای ما. و اینم میخواستم بگم که همتون الان آدز سود دارین، هنوز به بازی قبلی فکر نکنین، به این بازی فکر کنین و سعی کنین که صد خودتون رو بذارین. منم بازیتون رو دارم میبینم اینجا و امیدوارم لذت ببرین از بازی. حالا هدف اصلیمون اینه که از این سرگرمی هممون با هم لذت ببریم. امیدوارم بازی خوبی داشته باشین و بهترین خودتون باشین. بفهم. مرسی امین جان. خب لطفا همگی تصاویرتون رو ببندید. نقشه رو بدم. خب تصاویرتون رو باز کنید. بازی خوبی آرزو میکنم برای همتون. سناریو مذاکره است. معرفتون 1 دقیقه است. خانم پریوش بفرمایید. سلام دوستان، شب همگی بخیر. خیلی خوشحالم که دوباره دارم در کنارتون بازی میکنم. داشتم نگاه میکردم، واقعیتش هیچ چیز خاصی هم از کسی نگرفتم چون تجربه بازی هم یه بار فقط باتون داشتم. نمیتونم اکتی هم تارگت بزنم، حرفا رو گوش میدم، فردا برایندم میگم. سلام رفقا، دیابلوی بازی هم خیلی کیف میکنم که باهاتون بازی میکنم. از عوامل تورنمنت شرلوک هم تشکر میکنم که این تورنمنت خوب رو تشکیل داد. ما با دوستای جدید آشنا میشیم، توی سطح دیگه بازیمون رو محک میزنیم، کلا باحال دیگه. فارغ از کارت و اینا یه چیزی میخواستم بگم. دیدید که مثلا هر انسانی رو شونه راستش یه فرشته داره، رو شونه چپش یه شیطان. من دو طرف شونه هم پری هن. یعنی دیگه یه ضرب بهشتم. پری وشو پری مثلا شیطان نیست منو گول بزن، جفتشون فرشتن. بریم سراغ بازی. ببین خانم پریوش، درسته حالا مایک یک سخته ولی خیلی زود مایک تو بستی. احساس کردم یکم استرس داشتی. فردا به صحبتات بیشتر گوش میدم. اگر شهروندی تلاش کن که تو جریان بازی روز معارفه با لایک و دیسلایک ورود بکنی که حداقل یه هویتی از کارت تو ذهن من شکل بگیره. ببین، من به نظرم بین 5 کیوان و الیاسی مافیا نشسته. دیسلایک کیوان. الیاسی رو خبر داری؟ تو تلگرام بهش کارتتو گفته؟ چرا دیسلایک انقدر سریع دادی؟ شاید الیاسی مافیا بود. نمیدونم. به نظرم کیوان مشکوک تره. بچرخ. درود رفقا، من پریام، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. ممنون از خانم ماری، آقای امین، آقای رادوین و همه کسی که زحمت میکشن تورنمنت رو بر ما ران میکنم. آقا مثل همیشه میگم آرزو میکنم یه روزی رو ببینیم دنیا پر از صلح و نوره. اون موقع است که هر کسی به خواسته های خیر خودش میرسه. حقیقتا من خیلی قبل از خودم نفهمیدم، یعنی شهروند مافیا رو نتونستم بفهمم. پس یه نکست میدم، انشالله فردا وارد بازی میشه. درود رفقا، خوشحالم تو جمعتون. امیدوارم بازی خیلی خوبی باشه، در کنار هم لذت ببریم. م، رفتارت عجیب بود دیابلو، که گفتی تو 5 و 6 اینا صحبت نکردن، این مافیا تره و اینا رو مافیا دارم. خانم، بعد یه چیزی بگم، پری اصلا جز دسته فرشته ها حساب نمیشه، جز گونه ای از اجنه به حساب میاد. تو چیزا نوشته، کتب نوشته. شما بهشون چسبون دیگه، اینا فرشتن، بعد دیگه تارگت هم
پس نمیزنی، تو هم خودت هم شدی شوشر و خیلی عجیب بود رفتاره. پریام که به نظرم یعنی سعی نکردی حداقل ذهنتو به کار بندازی که تفکیک کنین شهروند و از مافیا، همینجوری یه نکس دادی. من تمرکزم فردا روی، یعنی بچه ها که الان صحبت میکنن دیگه، فردا تمرکزم روی دو سه که ببینم برایندشون چیه. برای من مشکوک بودن جفتشون. سلام دوستان، کیوانم. خوشحالم بازی میکنم، امیدوارم بازی خوبی باشه. ولی دوست داشتم جامون این سری عوض شه، من زودتر از تو صحبت کنم. نمیدونم چرا دوست داشتم یه اتفاق بیفته. ببین دیابلو، من به خودم اشاره کردم گفتم دیسلایک. من الیاسو نمیدونم چیه، خودتو فیلینگی مافیا نداشتم، چون فقط فیلینگ هم نیست، یعنی خودم یه مقدار به سیت یک مشکوک هستم. ببین، تو اگه نمیخواستی اکتی بزنی لازم نبود توضیح بدی که من همه رو نگاه کردم، اکت خاصی پیدا نکردم، باتونم خیلی وقت، یعنی باتونم بازی نکردم و اینا. چون به نظرم خیلی، یعنی فاصله زمانی بین این که تصویر رو باز شه و تو شروع کنی هم اونقدر زیاد نبود که تو فرصت کنی همه اکتا رو نگاه کنی که این حرف رو زدی. بهت خیلی مشکوکم، ولی من کلا همیشه آدز میذارم که شاید اشتباه بکنم، پس فردا گوشت میدم. اه، خانم پریا رو متوجه نشدم، یعنی کافی نبودین شما تو سیت سه به نظرم. و من مثلا حداقل خودم دیابلو رو شهروند داشتم فیلینگی. شما یعنی هیچ نظری راجع به یک و دو تصمیم گرفتین ندید. به نظرم نصرا خودت میتونی شهروند باشی، من دیابلو رو هم شهروند داشتم، ذهنیتم اینه. بعد خودم رو گوش میدم. فعلا یه نکس. بچه ها سلام، خیلی خوشحالم با هم مافیا بازی میکنیم. امیدوارم بازی خیلی خوبی داشته باشیم. کیوان جان، به کی گفتی که میخوام فردا صحبتش رو بیشتر گوش کنم؟ برای دیگه مقدار مشکوک بود. یک و سه. روز چرا شهروند بود واسد؟ چون گفت دیابلو شهرونده، یعنی دیابلو رو شهروند داشت که تو ذهنش. ببین وحید جان، عمو وحید، مقدار واسه هم مشکوک هستی دیگه. چون وقتی که دیابلو واسط مشکوکه به این فکت، دیگه تکی به فکت خود دیابلو نباید اشاره کنی که بگی پری و پری وش اینا اضافه کاری بود دیگه. اگر خود شهروندی توی دو سه قرار فردا صحبتاشو گوش کنی، این تو دو سه مافیا داره دیگه. اما وحید درسته، تو دو سه مافیا بود به نظرت که میخواست. خب کیوان که دیگه مشکوک میشه واسه دیگه، گفت تو شهروندی، دیابلو هم شهرونده. کیوان و وحید نصر بود بینتون حتمی مافیا هست اینجا، توی کیوان و نصرت. چون آقای کیوان خوردت به خانم پریا که اشتباهه، میگه که صحبت زیاد نکردی، خودت هم صحبت زیاد نکردی، جز اینکه بگی پریوش مشکوکه فردا صحبتش گوش میکنم. دو چهار شهرونده، چیز خاصی نگفت. فیلینگی هم شهروندش دیالوگ. من توی چهار پنج دنبال مافیا میگردم، حتمی اینجا مافیا هست. بفرمایید. درود رفقا، منم مکس هستم. خیلی خوشحالم تو جمعتون نشستم. مرسی خانم ماری برامون وقت بذارید. دم رادوین و امینم گرم که ما رو دور هم دیگه جمع کرد. خانم پریوش، تا مایی که من کیو مشکوک داشتی؟ خانم پریوش شماره، آفرین، به نظرم کیوان شماره 5 حتما مشکوک بود. کیوان، رفتارت رفتار یه نفری بود که نمیخواست درگیر بشه با کسی. مگه تو سفت دیسلایک ندادی به تارگتی که از دیابلو خوردی؟ خب سفت دیسلایکت باید دیابلو رو خیلی تحلیل بکنی. دیابلو دوباره بهت گفت حتما مشکوکی. تو خیلی خوش پلی بازی در آورد، فهمیدی دیابلو شهرونده. به نظرم بسیار مشکوک بودی کیوان شماره 5. به نظر منم بین دو و سه باید مافیا باشه از ذهنیت من. یعنی من ذهنیتم به نصر نزدیکه. چون دیابلو عزیز، تارگتی که زدی بین 5 و 6، پنجه یه کاری کرده دیسلایک داده دیگه، درسته؟
تو ذهنیت خودت باید یه آدز بذاری 5 ممکنه شهروند باشه. چجوری دوباره تارگت زدی به 5؟ آره نه ربطی نداره من تارگتش دارم، تو نمیتونستی تارگتش کنی، من براش فکت آوردم الان تارگتش کردم، تو نمیتونستی دوباره تو مایک دو فشار بذاری رو 5 تارگتش کنی. به نظرم تو مشکوک بین 2 3، یعنی تو بیشتر برای مشکوک تری تا 3 پری. یه چیزی هم راجع به کیوان بگم. کیوان معتقد 2 شهروند، دویی که به کارتش یه جورایی مثلا تارگتش کرده. 3 گفته حرفای 1 و 2 رو میشنوم. خود کیوان گفته حرفای 1 و دوباره میشنوم. 2 هم مرسی. شهروند داره. درسته تو ذهنیت دیگه نمیتونستی 3 رو تولید کنی های کیوان. اینم فکت دومه تو نکست. سلام رفقا، علیم. امیدوارم حال دل تک تکتون خوب باشه. خیلی ممنون که برامون وقت میذارید بازیدم. خب محمود داداش این کیوان رو گرفتی دیگه چرا میری تو 2 3؟ چرا میری تو 2 3؟ خب 3 که تازه کار مشکوک تر کردش، باید بگی 3 مشکوک تره دیگه. من فارغ از این که محمود مکس به کیوان تارگت زد، کیوان داداش تو مافیا باشی باید یه مافیای ساین بالا باشی. میدونی چرا؟ چون ذهنیت طوری بود رفتی 2 تا پلیر رو تو بازی کاور کردی. تو یا باید مذاکره باشی یا باید شهروند نقشدار باشی که این در عهده من نیست تو رو تحلیل کنم تو بازی. پس خیلی خوش پلی باشم میگم بین خودت و محمود مکس تو بازی مافیاست. این خانم پریام مشکوک بود. حالا من فردا گوش میکنم، یه خط کشی میکنم، بالاخره اون زرگری هم در میاد دیگه تو بازی. آره من گوش میکنم، حتمی شهروندم. شهروند ببنده رو شهروندی. آدز نداره این بازی رو شهروند نبره. فشار نذارید من. نکس. سلام علیکم، عرض ادب. نویدم، خوشحالم با هم بازی میکنیم. آقای علی بخشی، نه شهروند نقشدار میاد 2 نفره با هم آشی میده، نه مافیای ساین بالا میاد 2 نفره با هم آشی میده. تهش باید بگی گادفادر مافیا ساده است. نقشدار نیاز نداره بره یه نفر که اینجوری گفته من 2 مشکوکه بره آشی بده. مافیای ساین بالا هم لزومی نداره که اونجا بفهمه یار داره بره آشی بده بخواد یارش تارگت نکنه. میتونه راحت تو اون سایده شرکت کنه. پس مشکوک بوده است. یک تاسه رو نفهمیدم چرا میگید مشکوک. یک برنده خاصی نداشت تو بازی، گفت قرار صحبت رو گوش میدم، تنها مشکوکیتش اینه که ورود به بازی نکرده، لایک و دیسلایکی نداده. آی دیابلو تا الان ورود به بازی نکردم، فقط یه دونه لایک با مکس داد. این از این. من به نظرم تو 5 و 6 مافیا بود، علی بخشی برام مافیا. اوکی الیاسی، چون با تارگتی که داشتی نمیتونست بگی بین 4 و 5 تو بازی مافیا است، باید میگفتی مستقلا 5 تو بازی مافیا است. علی بخشی هم که فکتش تو بازی نکس. سلام به همه، امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. مرسی از ماری عزیز که بازی رو برامون روایت میکنه. مرسی از امین و رادوین که بازیمون رو نگاه میکنن. من راستش رو بخواین 1 تا 6 اونقدر برام مافیا نبودن. الیاسی برام مشکوک بود. الیاسی باید دیابلو رو تحلیل میکرد، باید به همون میگفت از دیابلو چی دریافت کرده، چون استارت بازیش از روی شما بود دیگه، باید بتونی تحلیلش کنی. اینکه 4 و 5 رو مشکوک داشتی 2 رو ایگنور کردی برام مشکوک بود. مکس برام مشکوک بود که گفت بین 2 و 3 میتونه مافیا باشه. فکتای 2 رو آوردی و فکتای 3 هم میآوردی. 3 برات مشکوک بوده دیگه. اینکه میگی بین 2 و 3 بعد برای جفتشون یه فکتی بیاری که ما متوجه بشیم چرا اینا مشکوکن. علی برام مافیا نبود. نوی جو که خودت هم برام مافیا نبودی.
احتمالا روز یک میخوام به کیوان قدرت بدم تارگتش رو بکنه بیرون. نمیذارم موزش الکی بیاریم پایین. ببین شما میتونستی تنها فکتی که برای کیوان بیارید اینه که دیابلو تارگتش کرده، به دیابلو گفته تو رو فیلینگی شهروند دارم، ولی تو فکت شهروندی هم داری. فکت شهروندیش اینه که به یک تارگت زده، پس ذهنت این بود دیگه، چون یکو تارگت کرده بهش گفتی شهروند دیگه. یعنی شما فقط میتونستید با این بهش تارگت بزنید که کارت دیابلو با تارگت کردن شماره یک که عوض نمیشه، ولی شما براش فکت سازی کردین. پس بهش قدرت میدم هر کیو دوستش بکنه بیرون. نکس. مرسی. شب میشه. تصاویرتون رو ببینید. خب تا 5 ثانیه دیگه روز میشه. 5 4 3 2 1. تصاویرتون باز کنید. بفرمایید خانم پریوش. چالش میدم به 7 بعد من صحبت کنم. ببین من مافیام 5 و 10. 5 چرا؟ ببین چون با مافیا داشتن من اصلا تنها کسایی که نمیتونستی شهروند داشته باشی 2 و 4 بودن. یه دویی به من میگه با لایک و دیسلایک یا با اومدن تو بازی به من کارتتو نشون بده، عملا به من تارگت نزده. یه 4 من اصلا تحلیل نکرده، گفته 2 و 3 بینشون دارم دنبال مافیا میگردم که از قضا یکی از اونها شهروندای تو، یعنی تو باز 4 هم نمیتونستی شهروند بگیری. و من نمیدونم به عنوان شهروند شما یک نفری وقتی بهتون فیلینگی تارگت میزنه ازش حس شهروندی میگیرید؟ یعنی مثلا 2 به 5 فیلینگی تارگت میزنه میگه تو مافیایی، شما ازش حس شهروندی میتونین بگیرین؟ 5 که به نظر من قطعی. 10 هم همچنین. شما میگه از 1 تا 6 مافیایی نداشتم، 8 و 9 شهروند دارم. یعنی فقط با این موضوع ریاضی هم بخوای حساب کنی خودت باید مافیا بشی، یعنی کارت تو عملا نشون دادی. 10 هم من خیلی مافیا دارم. بچرخه. فقط این خانم شماره 3 به نظرم میتونه شهروند باشه، چون تو سیت 3 حالا اگه کنسه دوباره مثل بازی قبل نخورده باشم، شما اگر که مافیا باشه به نظرم یه صحبتی میکنه، اینجوری رد نمیکنه ترنشو تو سیت 3. یه دیسلایکی هم دادی، من صادقانه گرفتم دیسلایک تو، برای همین سعی میکنم امروز رو باید بازی کنم. به نظرم به نظرم که ملیکا حتما مافیا بود. فکت شماره 1: ملیکا گفت که از 1 تا 6 مافیا آنچنانی ندارم، مافیاس بین 6 و 7 بود. از 1 تا 6 مافیا نداری که باید 7 رو بیشتر تارگت میزدی. درسته گفتی 6 رو دخیل کردی تو این نکته شماره 1. نکته شماره 2: 6 و 7 رو تو مافیا داری، 8 و 9 هم تو شهروند داری. از کارت مافیایی خود تارگت زدی، خود تمام شده به نظرم مافیا هستی. این باگی کلامی بود که دادی خانم ملیکا. امروز اجماع تو که حتما میگیرم، به نظرم حتما مافیا بودی، چه تو روز یک، چه تو روز دفاعیه، چه تو روز الان. نمیخواد چالش بگیری های کیوان بخوای جلو من وایسی، من مافیامو ول میکنم رای بهت میدم، چون ملیکا حتما مرسی. مافیاست. من براش 2 تا فکت آوردم: فکت شماره 1، فکت شماره 2. تموم شده مافیایی. نکس. چالشم برای کیوان بعد از من صحبت بکنه. احساس میکنم فصل 1 تیوی داریم بازی میکنیم. 2 تا مافیا داشتی پس سومیش خودتی. خب خانم پریوش خودت هم سیت 11 نشستی، بعد از شب بیدار شدی 2 تا مافیا فقط دارین. چه خورده که داری به ملیکا میگیری؟ ببین پریا و پریوش تو بازی ساکت نشستن. به نظرم پریوش، من با اون فورسی که رود گذاشتم گفتم باید ورود میکردی، غیر از اون سوالی که مکس ازت پرسید مجبوری بهش جواب دادی، جای دیگه ورود نکردی. پریام همینطور. به نظرم عدم مداخله تو روز معارفه بین پریا و پریوش میتونه مافیا باشه. مکس قطعی مافیاست. چجوری تو فهمیدی بین 2 و 3 فورست رو 2 باید باشه؟ خانم پریا فورس مافیای تو رو ندیده، گفته من از اینا هیچی نگرفتم، شهر والا رو به شهروند گرفتم یا هیچی نگرفتم. چطوری تو فهمیدی پریا شهرونده است؟ یا مثلا بین 2 و 3 هیچ فکتی هم واسه پریا که تو ترنت نیوردی؟ مکس به مرسی. نظرم خیلی مشکوکه. تا اینجای بازی بین پریا با توجه به فکتی که گفتم میتونه مافیا باشه. آقا کیوان توی ترنش تو معارفه برای من دیباک کرد. من فعلا به حرفاش گوش میدم. من فعلا مرسی. ببین دیابلو، نوید جوکر، ملیکا، هر موقع تو بازی قرار بود بهتون شک کنم بگید تو معارف فهمیدید که کیوان فهمیدی ما شهروندیم. خب این از این. من حتما شهروند دارم شما رو. ببین ملیکا با چه نقشی تو بازی اومد به من گفتید شما مافیا؟ ملیکا با چه نقشی خواسته ساید منو تو بازی باز کنه؟ جفتمون بریم لادر چین رو شو کنه؟
ملیکا که حتما شهروند بود تو بازی. ببین علی بخشی کارت به دک نشون داد، به من گفت تو یا شهروند نقشداری یا مافیایی. گفت وظیفه منم نیست تو بازی تارگتت کنم، شهروند نقشدارا برن کیوانو تو بازی تارگت کن. بعد خودش گفت فشار رو کارت من نذارید. داداش تو اگه شهروند نقشدار نیستی که باید فشار رو کارتت بیاد، بازی در بیاد برات. چجوری میخوای بفهمی بشینی یه گوشه بفهمی بازی چیه؟ علی بخشی به نظرم با نقش مذاکره کننده بود تو معارفه. فشار میذارم رود علی بخش. آقای الیاسی بعد من صحبت کنید لطفا، اگه چالش خواستم به هم بک بدید. ببین آقای مکس، شما به دیابلو خورده گرفتی که چرا دیابلو اومده مثلا اینجا تارگت زده. به کیوان خورده گرفتی که چرا دیابلو بهش تارگت زده، گفته تو میتونی شهروند باشی. خب الیاسی که کلا هیچی نگفت چی بود؟ اونم اصلا تحلیل نکردی. به نظرم باید الیاسی رو تحلیل میکردی که نکردی. این ذهنیت من نسبت به شما مشکوک میکنه. علی بخشی، ببین خب خودت بین 1 و 2 مافیا داشتی برادر من، تحلیلی داشتی اونجا که به من گفتی مافیا؟ من متوجه نشده بودم. به نظرم دیابلو چون که بازی رو ران کرد میتونست شهروند باشد، به خاطر همین گفتم حالا فعلا نمیخوام شهروندش کنم، به چرخه ببینم چی میخواد بگه. دیابلو ذهنتو نسبت به من آروم کن. من کلا همینطوری هم خیلی وارد نمیشم، بیشتر فکر میکنم. ببین ملیکا جان عزیزم، وقتی میگه از 1 تا 6 هیچی نداری، نمیتونی دوباره بین 6 و 7 تارگت بزنی. بعد خودت بگرد یه مافیا پیدا کن با ساید خودت. چرا با کارت کیوان وارد بازی شدی؟ این ذهنمو نسبت بهت درگیر کرد. حالا باز به چرخه، من چالش میگیرم وارد بازی میشم. ببین پریار، نمیتونید به مکس تارگت بزنی وقتی تو معارفه گفته مشکوک سر صحبت چالش گرفته. کاری نداشتم. مضاف بر فکت پریوش و مکس، ملیکا چرا مافیاست؟ ملیکا میگه 1 تا 6 کاور میکنم تو بازی. به نظرم حتمی شهروند کیوان بود. کیوان حالا گوش کن، نمیتونه ملیکا رو کاور کنه. گوش کنید. کیوان تحلیلش این بود، یک مشکوک، فردا صحبتش گوش میکنم. تو 2 و 3 به نظرم مشکوک بود، ولی کارن دیابلو فیلنگی شهرونده، نصرا هم شهروند دارم. خانم ملیکا تو سطح 10 فهمید 5 شهرونده، تو من و مکس مافیاست. تحلیل آقای کیوان این بوده که اون بالایی ها مشکوکه تو بازی. نمیتونه بده تو من و مکس دنبال مافیا بگرده، بگه نوید جوکر هم حتی میتونه شهروند باشه. نمیتونه. من آد شهروندی واسه ملیکا نمیذارم. نوی اگه مرسی. شهروندی توی 5 و 10 یار نداره کنار بکش، چون ملیکا حتمی مافیاست. چالش میدم به نوید رو که بعد از من صحبت کن برگرد. من تنها کسی که شهروند گرفتم، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، تو روز معارفه نوید جوکر بود. به نظرم شهروند بود. ببین کیوان، دیروز تو یه صحبتی کردی، من فکر کردم شهروندی، ولی امروز یه صحبتایی کردی برای من خیلی عجیب شدی. چون از نظرت ملیکا شهرونده، ملیکای شهروند گفته 8 و 9 به نظرم شهروندن، درسته؟ تا اینجا تو خودت منو شهروند داشتی، خودت هم شهروندی. الیاسی بلند شده بین من و خودت دنبال مافیا میگرده. من میتونی به الیاسی تارگت نزنی، بری به 8 تارگت بزنی که ملیکا گفته من شهروندش دارم؟ تو خود ملیکا رو شهروند داری، تو کاور ملیکا نباید دنبال مافیا بگردی، تو تارگتاش باید دنبال مافیا بگردی. کارت عجیب بود. آه. من الان مشکوک های ذهنی من حقیقتش باز تو 5 و 6 مشکوک دارم. آیا مکس، تو مگه دیروز تو 5 و 6 مشکوک نداشتی؟ الان مرسی. یه دفعه همتون با هم دیگه عجیبه. خانم پریوش عزیز، چرا 5 و 10 برات مافیا بودن؟ شما که خودت 1 تا 4 مافیا نداشتی دیگه. یه دونه 5 برات مشکوک بود چون گفت بین 1 و 3 تو بازی مافیا است. خانم ملیکا هم گفت به نظرم 1 تا 6 تهش بخواد یه دونه مافیا باشه دیگه. چرا 5 و 10 برات مشکوک بود؟ خب نمیتونستید 5 و 10 چون پنج اومده بود تو شهروندات آشتی داده بود، 10 گفته بود اونجا به نظر همه شهروندن. شما نمیتونستید بگی 5 و 10 با هم تو بازی مافیا. تازه ترنو خودش گفت. آقای الیاسی عزیز، چجوری با دیابلو دیالوگ میکنی قربونت برم؟ دیابلو رفت کسایی که حتمی مافیا داشتی، خانم پریوش چالش داد به مکس 10 رو بکوبه، مکس 10 رو کوبید، آقای کیوان گفت 10 شهرونده، درسته؟ دیابلو گفت تمام اتکرای 10 رو رفت تو بازی تارگت کرد. یعنی به مرسی. 1 تو بازی گفت مشکوک مافیا، به 7 هم تو بازی گفت چجوری باش دیالوگ کردی؟ 10 رو حتما مافیا داشتی، باید اول یقه 2 رو میگرفتی قربونت برم. الیاسی هم مشکوک بود.
چالش تو برگردونم یا بدم بالا؟ میدم علی بخشی. قبلم صحبت. آی کیوان داداش، به نظر قبل شهروندیت من نمیشدم تو بازی. دو رو چی داشتی تو بازی؟ شهروند. دو به تارگت زد، گفتی به نظرم دو حتما شهرونده. آقای هفت مکس چی کار کرد دوستان؟ گفت به نظرم تو دو سه دو بیشتر مافیا، دو آدز مافیایش بیشتره. من اومدم کسی که به شهروندت اتک زده تو بازی گفتم به نظرم محمود مکس مشکوک بودی تو بازی. دو دیابلو لایک داد. خودت هیچ ریاکتی ندادی. امروز تو میتونستی منو تو بازی تارگت کنی آی کیوان؟ این دومین فکت آی کیوان. به نظرم کیوان حتما مافیاست. کسی بخواد کاورش کنه شیک کنه جای دیگه بریزه، خودش تو بازی یار کیوانه. من به نظرم این فکتی که برای کیوان آوردم کاملا متقنه تو بازی. مرسی. فارغ از تارگت هایی که دیروز زدم، امروز من مافیای کارتم آقای کیوانه. پس اگر به کسی تارگت زدم شهرونده تو بازی، امروز با من بازی میکنه. من کیوان. مرسی. الیاس تو به من گفتی حتمی شهروند یا اشتباه کلامی داشتی؟ منظورت حتمی مافیا بود دیگه. منظورت حتمی مافیا بود. اوکی. خب شما به نظرم من شما رو تحلیل نکردم، چون دیروز تو بازی من یه دونه دو تا مافیا رو قبل خودم تارگت کردم. شهروند بعد خودم منو گردن گرفت تو بازی، بازیم رفت تو دیوار. ولی امروز دیگه به نظرم عادض شهروندی نداره شما، ولی من کاری ندارم باهات. چون به نظرم تو روند معارفه مذاکره کننده نبودی. من به نظرم علی بخشی حتما مذاکره است. من تو رو اصلا با فکت مسیر تارگت نکردم، فکت هم دیباگ نکردی تو بازی. شما تیپی که مذاکره کننده بازی کردی. من سایدم با شماست. به نظرم آدز شهروندی نداری. ساید گرفتم باد. به نظرم هر کی دیگه هم جای دیگه تارگت بزنه، منو تارگت بزنه. مافیا ساده و گادفادر تو بازی گرفتمت علی بخش. گرفتمت. شانس شهروندی نداری. الیاسی فکت داری برام مهم نیست، چون به نظرم مافیا ساده گادفادر بود. مرسی. چالشش رفت. کی بود چالشش؟ چالش میدم به خانم پریا. میخوای خانم پریا چالش تو میخوای؟ میدم به دیابلو. بعد ما میدم به ده بده. ملیکا خانم به صحبت. مگه میشه چالش گرفتی منو مافیا داشتی الان داری چالش رو به سه میدی بعد میگی ای نمیخوای میدم به دو؟ مگه میشه به من چالش ندی وقتی منو قطعی مافیا داری؟ خودتو که امروز میکنمت بیرون. شماها همتون دارید دروغ وارد بازی میکنید. گفتم 1 تا 5 برام اونقدر فکت نداشتن که بخوام تحلیلشون کنم. 6 و 7 تا مشکوک داشتم. 6 و 7 که دارن از پیووی خودشون منو تارگت میکنن. یکم شماره 2 3 4 رو هیچی نداره فهمیده 5 و 10 مافیاست. یعنی فکتی که نوید آره دیگه فکتی که نوید جوکر آورد سوپر بود. خیلی فکت قشنگی آوردی. همینو من میخواستم بیارم. ذهنیتمون کاملا مشابه بود. نه امروز خودم سایدمو باز میکنم. امروز بین 6 و 7 میارم بالا. الان من صحبت های مکس هم گوش بدم. مکس داره صحبت های آره تو 2 تا تارگت زدی پس مرسی. تارگت سوم خودتی. ولی لولت خیلی پایین باشه از این فکتا بیاری آقای مکس. امروز الیاسی. هفت موزه آقای نوید جوکر یک بار دیگه تحلیل گوش میکنه تو بازی. یک بار دیگه میگه با پیووی بازی کرد. مکس و الیاسی به من تارگت زدن. فکتی که مکس آورد درسته، فکتی که منم آوردم درسته تو بازی. آقای نبی رو چرا باش دیالوگ کردم؟ نبی جان اگر شهروند باشه تو ذهنیت خودش وقتی تو 5 و 10 دنبال مافیا نمیگرده باید بگه مکس مشکوک یک مافیاست، پریارم تارگت کنه دیگه. این ذهنیتشه دیگه تو بازی. فکت شهروندی خانم پریوش میارم. خانم پریوش مسیر نداشت به ملیکا تارگت بزنه. ملیکا گفت 1 تا 6 شهرونده با کارت مافیا، چرا باید به ملیکا تارگت بزنه وقتی 5 مشکوک داره؟ این اولین موضوع. دومی موضوع، دیابلو اومد با این مسیر گفت توی یک مشکوکه، توی 37 مافیاست. بعید میدونم این یارش باشه اینجوری شو کرده باشه. نصرات چی بود؟ آقای کیوان گفت من معارف مشکوک داشتم. ببین من 4 5 10 یک مافیا که چی، 2 تا مافیا دارم، تا الباقی مونی یه دونه مافیاست. 4 نصرا شوی آقای نصرا گفتی تو 2 و 3 مافیا میگردم، فردا دنبالش نگشتی. 2 و 3 رفتن تو 5 و 10 تحلیل کردن، مخصوصا درو. تو چجوری میخوای بگی من مرسی. 4 5 10 تراکم مافیا؟ چالشمو برمیگردونم به خانم شماره 1.
یکو کاور میکنم، شیشم کاور میکنم. آی دیابلو تو فهمیده بودی سه از نظر تو، من تو روز معارفه گفتم بین سه دو سه مشکوک، دو مشکوکتر از سه است دیگه. نصرا امروز قرار بود تو روز شماره یک فقط بین دو و سه تحلیل کن، رفت بین پنج و شیش تحلیل کرد. پس حتما نصرا مافیا باشه تو دو و سه حتما یار داره که تو روز معارفه تارگتش کرده. خانم ملیکا، این خانم شماره یک میدونی چی کار کرد؟ به شهروند تو گفت مافیا، به خودت هم گفت مافیا، تو دو سه چهار هم تارگت نکرد دیگه. تو بعد اگه به یک بگی مافیا، بعد بین دو سه چهار تارگت بزنی دیگه، بگی یک با بین دو سه چهار چش باز کرده نکرده. حالا کیوان شماره پنج هشت علی بخشی رو مذاکره کننده داره، ملیکا بهش گفته شو شهروند. چجوری تو میتونی ملیکا رو شهروند داشته باشی آی کیوان وقتی به مذاکره کننده تو گفته شو شهروند؟ آی کیوان شماره پنج. پس علی بخشی هم به نظر مافیا نیست. یک شیش هفت هشت رو با عرض صفر مافیا کاور میکنم. تو بقیه‌تون نوید جو که بیای تو دست و پا میدمت بیرون. تو بقیه‌تون به نظرم چین مافیا مرسی. نشسته، تو دو سه چهار پنج ده چین مافیا نشسته. نکست. من چالشش رو داشتم. خب فکت شهروندی من که وارد شده، یعنی اگه بخواید به من بزنید باید به 6 و 7 بزنید دیگه. این که از من. ببین خانم ملیکا، منم میتونم با همون فکتی که حالا نوید آورد یا هر کس دیگه به شما تارگت بزنم دیگه. شما بلند شدی میگی از اصلا یک تا 6 اولا گفتی، ولی ما میگیم گفتی یک تا 5، درسته یا نه؟ خب پنج دو نفر رو از همون چه 5 نفری که تو ما هیچی ازشون نگرفتی، دو نفرشون رو شهروند داشته، دو نفرشون رو مافیا داشته. چی جوری میتونستی از یک تا 5 هیچی نفهمی؟ ولی من امروز به تو کاری ندارم. به نظر خود من 5 همچنان مافیاست، چون اصلا تو امکان نداره تو فقط با مافیا گرفتن، با شهروند گرفتن 10 باید یا به من تارگت میزدی یا به 6 تارگت میزدی، جای دیگه نباید میرفتی. با نویدم حس شهروندی، حس مافیا ازش نگرفتم، برای این فعلا بهش کردم ورودم به بازی نداشته، نمیتونم تحلیلش کنم. فقط اگه دیباگ شده برات دیگه باید از من دندقه بگیری، یا اگه همچنان منو مافیا داری باید بری 6 و 7 رو تارگت کنی دیگه. بچرخ. مرسی. چالش میدم به دو دیابلو، اونی که بهش چالش دادی بگو به من بده. یه لحظه گوش کنید، من فکت های کیوان رو آوردم. کیوان نمیتونه دو رو تو بازی شهروند داشته باشه، مسیرش هفته محمود مکس نباشه، بگه علی بخشی تو دک مافیاس. استاد همین الان هفته محمود مکس گفت هشت علی بخشی به نظرم شهرونده. گوش کن، من فکت های 5 6 7 رو براتون میارم. کیوان این یه باگش که این فکتی که آوردم کاملا مدغم بود. آقای شیش الیاسی دیدی تو تصویر دیسلایک داد، گفت کیوان گفت آقای الیاسی تو به من گفتی حتما شهروند. الیاسی دیسلایک داد، تو ترنش بلند شد نصرا اتک کیوان رو تو بازی تارگت کرد. آقای محمود مکس فهمیده دو تو بازی مافیاس، شیش الیاسی میگه دو تو بازی شهرونده، محمود مکس میگه به نظرم الیاسی حتما شهرونده، دو دیابلو تو دک مافیا لایه دو. این 5 6 7 باید با هم دیگه تصادف بکنن، نمیکنن. خانم یک شهروندی، اینایی که بهت میگن شهروند برات فکت شهروندی میارن، باید بهشون فکر کنی. تو بازی دارن دک شهروند میکنن که شهروند پوش کنن بیرون دیگه. امروز پنج کیوان داداش، های کیوان تک دفاعت میکنم. به من گفتی مذاکره کننده، تک دفاع یارای من کوشن تو رو تارگت کنن. کیوان که حتما مافیاس. 6 و 7 هم به نظرم باکسن. آیه محمود مکس به نظرم خیلی باگ دادی تو بازی. من چینم 5 6 7. کیا باکس 5 و 10 و با هم مافیا دارن؟ اینا چجوری میتونی باکس؟ خیلی خوب، باکس 5 و 10 با هم مافیان. باید ملیکا مذاکره کننده باشه که کیوان سر صحبت اومده گفته جاش میرم بیرون. خب ملیکا داره بیشتر از کیوان تارگت میخوره، چطوری میتونی تو ذهنت اینجوری باکس بچینی؟ تش باید بگه بینشون یکی نشسته. به نظرم عجیبه. کسی که میخواد ملیکا رو بده بیرون فرداش باید فرداش از زیرش نمیتونه دکتر منو سیو میده، من مثل عقاب بالا سرشم. خب خانم پریور، شما فکت شهروندیت این بوده که دو نفر بهت گفتن شهروند. من چی؟ من اتکرا به کیا تارگت زدم؟ به پریا تارگت زدم، به 5 تارگت زدم، به 6 تارگت زدم، اینا به من گفتن شهروند. خب اگر با این فکت من شهروند میشم، با این فکت من شهروند میشم، خانم پریوش همین فکت رو برای شهروندی خودت آوردی دیگه. پس بیا برو بیرون، پس بیا برو بیرون. اگر تو با این فکت شهروند میشی، من با این فکت شهروند نمیشم، بلند شو برو بیرون. چون من مرسی. شهروندم، مکس داره پاور میذاره رو من، نشستی دست رو دست گذاشتی داری جای دیگه تو علی آباد داری تارگت میزنی. چالش بک میدم نصرا، بعد من صحبت کن نصرا جان. آقای محمود مکس عزیز، دو تا از کاورات بلند شدن به خود تو بازی تارگت زدن. یک گفت
یک گفتش منو مافیا دارید میرید یقه 6 و 7 رو میگیرید. 8 علی بخشی هم گفت امروز تو به نظرم مافیا. نه. آقا واسه مافیا بهترین چیز اینه که یه جنگ شهروند شهروند رو دنده بده. جنگ کیوان جنگ کیوان علی بخشی دنده نمیخوره. برام عجیبه. اینجا باید یه سایت اینو باید بپذیرید یه سایت. چون اینا هر کدوم رفتید واسه خودتون یه تارگت جدا زدید. این به اون میگه مذاکره کننده، اینم به اون میگه امروز تو رو میکنم بیرون. مگه میشه اینجا سر نزد؟ مکس هم مشکوک بود برام امروز. یعنی من توی الیاس، نه آقا، تو الیاسی مکس به نظرم مافیا هستش. تو علی بخش کیوان هم باید مافیا باشه. من اینجا رای میدم. در ضمن ده یار هیچ کدوم از اینا نمیشه. یار هیچ کدوم از اینا نمیشه. یعنی اینجا هر چی مافیا باشه تو اینا هیچ کدوم یار نداره. ببین ذهنیت من اینجوریه که تو 58 یه مافیا میخوام متصور شم. تو 6 7 هم 6 و 7 با هم بعید میدونم یار باشن آیا علی بخشی. 6 7 هم من میگم یه دونه مافیا. خب پس تو 1 2 3 باید یه دونه مافیا دیگه تعریف بشه. اینو ذهنتون تمرکز داشته باشین اونجا در موردش فکر کنین. ببین آیا مکس، تو داری به من به این دلیل تارگت میزنی که چرا تو 2 3 تحلیل نمیکنم کی مافیاست. خب این آقای الیاسی چیه اونجا نشسته؟ الیاسی داره به من تارگت میزنه، با 2 داره دیالوگ میکنه، 3 هم مافیا نداره. چین مافیایی 4 5 10. من خودم بلند شدم فکته کیوان رو آوردم، کیوان یار من بوده، گفتم اونجوری چیز نکن. من میشه شو الیاسی شو. ببین الیاسی اگر شهرمن بود، حالا یه فکتم میارم، فکت هیستوری درست نیست، آنفیره. آقای الیاسی بازی قبل به من از اول تا آخر بازی داشت تارگت میزد، شهروند بود، منم شهروند بودم. الان از روز معارفه بهش تارگت نزدم، همینجوری داره میگه فقط نصر مافیاست. پس مرسی. الیاسی تو از شهروندی صفره. چالش میدم کیوان بعد من صحبت کنه. ببین من امروز با پریوش کار ندارم. ببین مکس، تو مشکوکات 2 3 4 5 10 دیگه، درسته؟ از چند نفر تارگت خوردم؟ از چند نفر؟ یه لحظه دستتو بیار پایین. از چند نفر تارگت خوردم؟ 2 3 4 5 هیچ کدوم به من چالش ندادن. یه دونه 6 تازه به زور دید هیچکی جز من چالش نمیخواد داد به من. ببخشید پریا جان، حالا تو که تارگت نمیخوری. من امروز الیاسی رو به ساید خودم میخوام بکنم بیرون، چون الیاسی داره میگه 7 و 8 دیسلایک، داره میگه کیوان به من گفت. فکتش واسه من چی بود؟ گفتش اشتباه لفظی داشتی دیگه، خودش اشتباه لفظی داشت روش میشینه. جدا از این 2 3 رو شهروند داره، 7 و 8 رو شهروند داره، با 9 کار نداره، فورس فکتیش منم. پس من امروز الیاسی رو به ساید خودم میکنم بیرون. برو بیرون وصیت کن. خودم رای میدم، نصرا رای میده، نوید جوکر رای میده، یه رای دیگه نیاز دارم. یکم رای میده. خب 4 تا رای داریم. علل حساب وصیت تو آماده کن آقای الیاسی، برو بیرون. مرسی. بعد بقیه به اتیو از ببین به نظرت الیاسی امروز میتونست به مافیای علی بخشی دیسلایک بده؟ چون علی بخشی کارت تو رو گرفت رفت زد تو صورت 6 و 7. فقط تو رو باید شهروند داشت که تو 6 و 7 خلق تارگت میکرد دیگه. نمیتونست تو رو مافیا داشته باشه بگه تو 6 و 7 هم مافیا هست با کیوان. ببین علی بخشی در و ول داد حاجی تو صورت یارش تو 6 و 7. باید بفهمین اینا رو تو بازی. علی بخشی در رو اینجوری ول داد. یعنی من الیاسی رو حتما مافیا دارم، یعنی ولی به نظرم ساین بالا نیست. به نظرم ساین بالا نیست. علی بخشی امشب میره مذاکره میکنه. ببین عزیزم مپ بازی چیه؟ تو 4 5 7 4 5 6 10 بیشتر از یه مافیا نمیتونید متصور شید. تو 1 2 3 7 9 هم بیشتر از یه مافیا متصور نمیتونید بشید. مرسی. پس تو من و علی بخشی مافیا هست. علی بخشی مافیاست، من شهروندم. خیلی واضحه مپ بازی. خب صحبت های روز تموم شد. رأی رو شروع میکنم از خانم پریوش. رأی برای پریوش 1 2 3. رأی برای دیابلو 1 2 3. رأی برای پریا 1 2 3. رأی برای نصرا 1 2 3. رأی برای کیوان 1 2 3. رأی برای الیاسی 1 2 3. دفاع. رأی برای مکس 1 2 3. رای برای علی 1 2 3. دفاع. رای برای نوید 1 2 3. رای برای ملیکا 1 2 3. آقای الیاسی و آقای علی وارد دفاعیه شدن. آقای الیاسی درباره
7. آقای علی درباره. مکس ملیکا. آقا لایه شماره 0 آیه 5 به 8 علی بخشی میگه مذاکره. ملیکا کاور مذاکره کننده رو گرفته. 5 و 10 به هم دیگه تارگت نمیزنن. لایه 1 5 و 10 حتما مافیا هست. علی بخشی میکشم زیرت بری بیرون. چجوری تو 6 و 7 و چین 5 داری آخه؟ بهت گفتم یک شهروند، 6 شهروند، خودت شهروندی، 5 مشکوکت هم تو چین مشکوکا آوردم. چجوری به من میگی مشکوک؟ مگه تو میتونی شهروند باشی؟ مگه میتونی افتضاحی اگه شهروند باشی؟ الیاسی حتما شهرونده، حتمی شهرونده. دستتون رو قلم میکنم به الیاسی تارگت بزنید. دستتون رو قلم میکنم، چون به نظرم تو 2 3 4 حتما مافیا مرسی نشسته. حتمی. ملیکا. چینت میکنم به الیاسی بگی شهروند. من دوست ندارم 58 امروز با هم دیگه بجنگن، چون کیوان بهم گفته شهروند، علی رفته اتکرای منو تارگت کرده. دوست ندارم این 2 نفر با هم دیگه بجنگن. دوست دارم الیاسی مافیا رو بکنم بیرون که مشخصه مافیا، دیتای مافیاش اومده کف دک. بهش رای ندی فردا خودتو میکنم بیرون. فقط خودتو کثیف میکنی اگه بهش رای ندی. بهش رای ندی خودتو کثیف میکنی. امروز میکشی زیر الیاسی بره بیرون. آقای الیاسی دفاع. آقای مکس خونسردت حفظ میکنی اگه من شهروندم، علی بخشم شهرونده تو بازی، رأی نمیدی بهش، چون علی بخش منطق داره دیگه. وقتی کیوان سفت تارگت میکنه، تارگتش به من اینه، میگه چرا رفتی نصرا رو باکس کردی با کیوان و 10 تو بازی. خودش پس زمینه تو معرف وقتی 10 بهش گفته شهروند، ذهنیتش اینه که 10 میتونه بد پلی باشه که رفته 5 مافیاشو کاور کرده. منطقش اینه که بگه 5 حتمی مافیا تو 6 هفتم اینا لایه 2 مافیا داره. پس علی بخش رو کاور میکنم، رأی یکاشم با من یکی بوده. علی بخش قطعی شهرونده. نصر رو نفهمید، میگم تو 4 5 10 مافیاست. خودش تو روز یک فهمیده تو 5 10 مافیا هست، باز به من میگه شو کردی، فکت هیستوری میارم. اما نصرا 10 دک تارگتش کرد، من و مکس رای دادیم بهش. نفهمیدید 10 تو بازی خانم ملیکا شوروله. کیوان درا میگه علی بخش مذاکره کننده است. شورول این تو معارفه گفت تو مذاکره کننده بشه، خودش مذاکره کننده است. علی بخش که شهرونده تو بازی. آقایون پریوش رو کاور کردم، فهمید که من مشکوکم، اشکال نداره. 10 حتمی مافیاست، تو 4 5 هم یار داره. من ذهنیت اینه تو ما بقیه همگی اون یه دونه مافیا هست. امروز به علی بخش مرسی. کسی رأی نمیده، علی بخش ختم شهرونده. جدی میفرمایید؟ خب پاشو این پنج کیوان رو تارگت بزن، رای بده به پنج کیوان. آقای محمود مکس مگه نفهمیدی پنج کیوان تو دک برات مافیاس؟ استاد من رای دادم پنج کیوان تو دفاعیه نیومده. من باکس 1 و 9 نمیفهممتون. مثلا من به شما تارگت نزدم تو بازی، به ما تارگت زدید. من یه پرونده باز داشتم، میتونستم توی این 9 تارگت بزنم. این فکت شهروندی منه. پرونده بازم رو پیگیری نکردم، ذهنم بازی رو تحلیل کردم، فهمیدم هفتی که به من گفته شهروند تو دک مافیاس، براش فکت آوردم. برای شیش الیاسی فکت آوردم، به من میگه شهروند. برای کیوان فکت آوردم، گفتم تو لایه 1 و 9 به من رأی دادم. الیاسی علی ترتیب رأیگیریه. رأی خروج برای الیاسی 1 2 3 4 رأی. رأی خروج برای علی 1 2 3. آقای الیاسی وصیت. ببین بچه ها، رأی خروج واسه علی بخش کی بود؟ کیوان بود. آقا توی کیوان علی بخش یه دونه مافیا هست. من علی بخش کاور نمیکنم تو بازی، چون بهش مسیر دادم، گفتم من با نقش مافیا گفتم علی بخش شهرونده. اومد گفت درست میگی، باری کلا، که باز دوباره مقص تارگت کرد. ملیکا رو میکنید بیرون فردا، تک دفاع میکنید بیرون، تک دفاع ملیکا رو میکنید بیرون، تک دفاع. من فهمیدم تو بازی ملیکا مافیاست آقایون، من فهمیدم. آقای الیاسی زره پوش بازی بودن. شب میشه، تصاویرتون ببندید. به جز شماره 7 آقای مکس بقیه تصویر بدید.
شروع صحبت امروز از خانم ملیکا. چالش میدم به دیابلو، به هم بک بده. میدونستم یا زره پوشی یا مافیایی، فقط در این دو حالت میتونستی اینجوری انقدر افتضاح بازی کنی. مگه میتونی توی 3 و 4 مافیا داری به من بگی حتمی مافیا؟ چون از شماره 2 تا 5 هیچ کدوم به من چالش ندادم وارد بازی بشم بخوام یه تارگت بکنم، چه میدونم یه سناریو بریزم، یه حرکتی انجام بدم. خود تارگت هم کردی، مکس تارگت هم کرده، 8 و 9 هم که بینشون یه دونه مافیا داری دیگه، 9 و شهروند داری، فقط فورس فکتور اینه که یه دونه بین 5 و 8. پس من آنچینم. تارگت مفتی بهم زدی. اه، امروز یکی رو بکن بیرون دیگه، زره پوشی، امروز خودت یکی رو بکن بیرون. امروز که فقط تارگت تو رای دوهای زره پوش باید بچرخه، اصلا جای دیگه نمیذارم تارگت بزنید. جای دیگه میخوای تارگت بزنی الیاسی؟ نمیخوای تو رای دو؟ خب رای دو داده دیگه، دارم میگم همین باید تارگت بخوره. 10 دارم میگم تارگت بخوره. 10 رو بذاری مافیا، یارش کی میشه؟ میشه شماره 1 خانم پریوش که شروع صحبتش 5 و 10 تارگت کرد، وسط روز تصمیم گرفت گفت نه دیگه، با ملیکام دیگه کاری ندارم، میخوام جای دیگه تارگت بزنم. بعد رای کشید گفت من میخوام سایدم. یعنی ببین نگاه کن، اول روز مگه ملیکا مافیاش نبود؟ بعد ملیکا باش دیالوگ کرد، گفت من 6 رو میخوام گردن بگیرم، لایک داد کشید زیر تو. پس 10 رو داری تارگت میکنی، حتما باید خانم پریوش تارگت بکنی. به نظر من که میتونن چین باشن. ولی مرسی. امروز فقط تو همین رای دو باید تارگت بخوره. نصرا باید تارگت بخوره، نوید جوکر باید تارگت بخوره. همشون مافیا نیستن ولی اینجا باید تارگت بخوره، از توشون چالش میدم به زره پوش بعد من صحبت کنم. الیاس جان، من تو بازی شهروندم، صحبتارم خوب گوش کن. دیابلو به نظرم مشکوک بوده. خانم پریای عزیز، دیروز یه دونه صحبت ترن خودت صحبت کردی، نه لایک و دیسلایک تو بازی دادی، نه اصلا چالش نخواستی که کسی به چالش نداد. کی چالش خواستی؟ آقای الیاسی خواست گفت چالش رو بهتون بک بدم، گفتی نه نمیخوام، بده یکی دیگه. کی چالش خواستید؟ آها بعد از صحبت الیاسی چالش خواستید؟ من از هفتم که ندیدم، ترن خودم ندیدم چالش بخواید. کی چالش خواستید؟ پریا مشکوکه الیاسی جان. ممکنه تو 1 و 10 مافیا باشه ولی دیابلو نمیتونست باکسشون رو با هم بگه مافیا، چون یک سر صحبت گفت 5 و 10 به نظرم حتما مافیا. نمیاد دوباره سناریویی که شروع کرده رو قطع کنه بگه که نه دیگه زرگریمو ادامه نمیدم، میرم یکی دیگه رو تارگت میکنم. حالا صحبت کنم، صحبت کنم. آقای نوید جوکر دیروز که با دیالوگ کردم، گفتم مکس شهرونده، دیابلو مگه مافیا باشه بعید میدونم داره با چین بازی میکنه، اینا رو تارگت میکنه. من سر صحبت شهروند بودم، مکس هم که فهمیدید شهرونده کاورش کردم. مکس فکت شهروندی مکس هم آوردم تو بازی، گفتم پریورش ما شهروندی داره. 2 تا شهروند شروع صحبت این بوده که فکت ملیکا رو بیارن، مافیاست. ملیکا شهرونده بچه تو بازی، 2 تا شهروند، خودم مکس فشار گذاشتیم رو ملیکا. ملیکا شهرونده، مافیا یه دونه اشتراک نکرد، 4 رای بیاد دفاعیه، با 4 رای بره بیرون. من و مکس کثیف بشیم تو دک. مکسی هم که تارگت میخورد تا حدودی. آیه کیوان میخوای بگی علی بخش تو هم هنوز باز مذاکره است دیگه. گفت تو سیف مافیاشی، بین من و آقای مکس هم تو بازی یار داری. مکس شاد شد، منم که شهروندم، مذاکره است دیگه. آره ببین، هم علی بخش کیوان، بینتون هر چی هست کار ندارم. امروز ملیکا چون مرسی. بینتون مافیا هم باشه، ملیکا اصلا تارگت نمیزد اونجا، میگفت ما مکس تو بازی مافیا تک دفاع. ملیکا جان، مکس که شما 5 تو بازی چینی دیگه، حتما امروز بهت رأی میدم. من اگه یکم تو بازی 1 و 9 برای چی چالش هم ماله یک خانم، برای چی به من رأی دادی تو بازی؟ به تو تارگت نزدم، با خود دیالوگ کردم، گفتم تو 6 و 7 شهروند بهت گفتن شهروند، باید شک کنی به اینا. چجوری فهمیدی به من رأی بدی؟ ولی باز با اینکه چالش تو سردست دادی به این هفته خواسته در رو تحلیل کنه، امروز با خود کار ندارم. مسیر مقابل 9 نوید جوکر تو بازی، یعنی تو شهروندی نوید جوکر باید مافیا باشه. امروز داره دیالوگ میکنه، میگه به نظرم تو 1 و 10 مافیا هست دیگه. امروز 10 خانم ملیکا میره. من اگر یک شهروند باشه به نوید دیابلو هم فکر میکنم. امروز با کیوان به صحبت این الیاسی کار ندارم. تا دوباره من بری بش به شما چالش دادم. آیا رسی؟
چالش نوید نصرا میدم، نصرا بده به نوید جوکر. نصرا صحبت کن. ببین یه چیزی میگم الیاسی، خوب گوش بده. با سایدی که شما بازی میکردین با هم دیگه، با مکس، آدز اینو نمیذاری که مکس اسنایپر بوده باشه زده باشه ملیکا رو؟ یاد باید بذاری، چون احتمالاً دو تا سیو باید بوده، پزشک سیو میداد، یکی خودت بودی یکی هم مکس بوده، شما دوتا داشتین با هم بازی میکردین. پس احتمال داره که مکس اسنایپری بوده که ملیکا رو زده رفته بیرون. امروز تو نه نفریم، اصلا ملیکا رو بذار مافیا، ملیکا رو بذار مافیا. من میگم الان تو نه نفریم، بیا سایدو باز کن، توی 58 مافیا هست. تو بی خود و بی جهت به من تارگت زدی که بری بیرون، به نظرم زرهت بریزه. الان زرهت ریخته دیگه، من نمیخوام با نقش شهروندی دومین بازیرم ببازم. بیاد سایدو باز کن تو 58، ملیکارم بذار تو ذهنت مافیا. من به نظرم کیوان باید مافیا باشه اینجا، این سایدی که به تو هم رأی داد. آره رأی ندادی؟ شما مرسی. رأی ندادی، کیا رأی دادن به الیاسی؟ یک رأی داد، ملیکا رأی داد، 8 9 هم رأی داد. چرا رأی ندادی؟ تو که مسیر اصلا الیاسی بود، من میشد رأی ندادی. مرسی. عمو جان وحید نصرا، نه عمو جان. ده امروز میره بیرون دیگه، میره بیرون وصیت میکنه کی مافیاست. گفته من و مکس تو بازی مافیاییم. تو 58 هر کی مافیا بود دیروز با تارگت میکرد. کیوان به نظر مافیاست آقای نصرا؟ روز معرفه کاورش کرد، روز یک تارگت کش شد تو بازی. تا حدودی تو ترن خودش چالش گرفت، تارگت ازش اومد پایین. نباید میفهمید کیوان تو بازی مافیاست، کاورش کرده داره تارگت میخوره. امروز خانم ملیکا میره بیرون. تو 58 هر کی مافیا هست. ببین آقای علی بخش، جای دیگه تارگت نمیخوای بزنی بگی تو یک و نه مافیا هست؟ تو یک و نه هر چی مافیا هست مهم نیست. امروز خانم ملیکا میره بیرون. چالش میدم به خانم پریا وارد بازی بشه بعد من لطفا. ببین نصرا جان، پس شما به ما گفتی برو این دوتا شهرونده رو تو بازی تارگت کن. ما گفتیم نمیخوایم این دوتا شهرونده رو تارگت کنیم، میخوایم شهروند سوم رو تارگت کنیم. به خود دیابلو نوید جوکر هم گفتم تو بازی شهروند. آره من مافیام اومدم یه علی بخشی رو پوش کنم تو بازی. چی من به این الیاسی رأی دو ندادم، تک رأی دو دادم به علی بخشی. من امروز که با ذهن زره پوش بازی میکنم ملیکا، بهت رأی میدم، ولی من مافیا خودم هشت علی بخشی کوتاه نمیام ازش. من هشت علی بخشی مثلا حتما خودم شهروندم، الیاسی شهروند، مکس شهروند بود. سه تا شهروند تو بازی تارگت کرده، سه تا شهروند تو بازی تارگت کرده. خب من یه نکته بگم. آقای نوید رسیدی به اینکه من مافیا بازیم. من دیروز به آقای الیاسی گفتم چالش رو بده به خانم ملیکا شماره 10. خانم ملیکا به من برگردونه که به من برنگردون داد به کیوان. ببین یه دونه فکت برای خانم ملیکا تو ذهنم هست الیاسی، به این فکر کن. به نظر اگه مافیا بود یاراش میرفتن سایدش رو باز کنم با شما؟ این تو ذهنم هست. ولی به نظرم آقای نصران، مگه تو شما نمیگفتی بین 5 و 6، بین 5 و 8 مافیاست؟ 5 قطعی مافیات بوده، تو ذهنت این بوده که 5 رأی داده به الیاسی دیگه. تو چرا پس بهش رأی دادی؟ یا حتی تارگت میکرد، چرا باید رأی میدادی به الیاسی؟ به نظرم مرسی. خودت خیلی. میدم به الیاسی بعد از من صحبت کن. خوب دقت کن آقای الیاسی، من چی دارم میگم. آقای کیوان تو ذهنش قطعی ترین مافیایی که داشته علی بخشی بوده. علی بخشی سه تا تارگت زده، گفته 5 و 6 و 7 به نظرم ستایی با هم مافیان. خب تو که اومدی تو ترن دفاع کردی، گفتی علی بخشی به نظرم شو شهروند، تا اینجا درست؟ خب کیوان که باید به تو رأی میداد، چجوری به تو رأی نداد به علی بخشی رأی داد؟ به نظرم اونایی که بعد از تو، یعنی تو خروج کردی، بعد از تو رأی دادن، تو اونا مافیا هست که به نظرم یکی دیگه فکتای کیوانه. چون کیوان دیگه علی بخشی رو گرفته بود مافیا، تو گفتی علی بخشی به نظرم شهرونده، اون دیگه باید به تو رأی میداد که تو گفتی بیا این ساید رو باز کن. به نظرم تو 58 مافیا هست بوده.
امروز کیوانو بکن بیرون، یه دونه مافیا کم میشه. ملیکا رو مافیا داری آقا، فردا بکنش بیرون. آقای نصرا، من کار ندارم تو 58 کی مافیا هست. امروز خانم ملیکا میری بیرون. آقای کیوان میفرمایند علی بخش تو بازی مافیاست. ملیکا آد شهروندی داره یا میتونه مافیا باشه؟ علی بخش کسی بوده که تو بازی تو رو تارگت کرد، شهروند. من بودم شهروند، هفت بوده شهروند. من و هفت که تارگتمون ملیکا بود. پس بگو مافیا ساده گادفادر دیگه با شات شماره هفت. بگو که ملیکا مذاکره کنندش بود رفته بود اون اتکرای تو بازی تارگت میکرد. تک دفاع میکنید ملیکا رو. چالش میدم به آقای نوید جوکر صحبت کنه. الیاس جان، کسی مخالف این نیست که امروز ملیکا نره بیرون است، ولی دیگه نمیشه تحلیل نکنیم بازی رو که. دیابلو داره میگه کسایی که یقه کسایی رو میگیرم که بخوان امروز رأی بدم به خانم ملیکا. امروز نمیتونست بگه باکس شما دیروز گفتی دکتر منو سیو میده، یقه کسایی که دارن میگن ملیکا تو بازی مافیاس فردا میگیرم. دوباره من با الیاسی گفتم آقای الیاسی اگه 10 رو تو بازی مافیا داری چجوری مسیرت نمیخوره؟ دیابلو سر صحبت به 2 نفری تارگت زد که رفته بودن ملیکا رو تو بازی تارگت کرده بودن دیگه، اتکراش تو بازی تارگت کرده بودن دیگه، بس بازم نمیتونستیم. پس دیابلو مشکوکه عزیزم. ببین با مافیای ملیکا توی توی دیابلو پریا باید مافیا باشه عزیزم. پس امروز مافیای کارتت فهمیدی آقای خانم ملیکاس، اوکی امروز میره بیرون، ولی تحلیل ها رو باید گوش بدی. خب اوکی آقای نوید جوکر، شما دیروز فهمیدی پس با این استدلال 10 مافیاست دیگه، چرا به آقای الیاسی رأی دادی؟ تو ذهن 10 مافیا بوده دیگه، با این حرفی که الان زدی داری میگی 10 مافیا بوده تو ذهنت، به خاطر همین داری به آفرین داری لایک میدی، داری به آقای دیابلو به همین فکت دیروز تارگت میزنی که خب چرا با مافیای ذهنیت به آقای الیاسی رأی دادی؟ خودت که خیلی مشکوکی. من نمیدونم دیابلو چیه، ولی خودم شهروندم، پس اصلا نمیذارم موضع منو بیاری پایین. امروز که رأی میدم منم به ملیکا، ولی به نظر من توی آقای نصر و آقای شما مگه میشه 4 نفر به این آقای الیاسی رأی دادن؟ تو اونا آقای نوید جو که دنبال مافیا نمیگردی؟ تو اونا که بهش رأی ندادن دنبال مافیا داری میگردی امروز؟ مگه میشه اینطوری بازی کنی؟ باید تو اون 4 تا حداقل 2 تا مافیا شرکت کرده باشن. تحلیل از اونا چیه؟ بعدم تازه خارج، من به نظرم اصلا خواستم موضع الیاسی به پایین مکس رو شات کردن دیگه. من به ملیکا رای میدم، ولی به نظرم بین 4 و 9 هم حتما مرسی. مافیا هست. چالش برای نصرا بعد از من صحبت بکنه. ببین الیاسی، یه دنده بازی در نیار. الان پریا برات من زره پوشتر از توی که زرهت ریخته. خب به ذهن شهروندای دیگه هم احترام بذار دیگه. الان فکتی که پریا داره میاره درسته. حرفی که من سر صحبت چی گفتم؟ گفتم فقط باید تو این 4 نفری که رأی خروج دادن تارگت بخوره. نوید جوکر خودش تو رأی دهنده ها تارگت نداره، نصرا خودش تو رأی دهنده ها تارگت فورس نمیزنه. خب اینجا مافیا نیست. بابا خانم پریوش دیروز رأی کیل کشیده، چیکار کرده؟ اول صحبتش گفته 5 و 10 با هم میتونن مافیا باشن، یه 9 هم شهروند کرده که الان جزو مشکوکاست. قبول داری؟ یه 9 مشکوک رو شهروند کرده. بعد وسط صحبت 10 ملیکا موقعی که برگشته گفته میخوام با الیاسی سایت بگیرم، گفته باری کلا اشکال نداره من دیگه با مافیای ذهنیش کشیده زیر تو. مگه میتونید پریوش رو تارگت نکنید؟ آقا تو 9 نفریم، ساید 58 رو نمیخواد باز بکنی. الانم به نظر من بیاید مگه من شهروند ذهنیت نبودم؟ مگه من دیروز شهروند کل دک نبودم؟ بیاید ساید من رو باز بکنید. من دارم میگم پریوش رای کیل کشیده زیر تو، زره تو رو ریخته، چرا امروز مرسی. تارگت نمیخوره؟ بابا پریوش قطعی مافیاست، بینه 3 نفر دیگه هم یه دونه یار داره، یه دونه چین داره. ممکنه همین ملیکا باشه، ممکنه. مرسی. آخه پریا کجای ترن امروزش خوب بود؟ به من تارگت زد، خودش میگه به نظرم ملیکا شو شهرونده ولی امروز رای میدم بکنمش بیرون.
بعد من مافیام با نوید که من هیچ فورسی رو ملیکا نذاشتم. فورس من کی بوده؟ کیوان. گفتم اینجا سایت هست بین 58، بین 58 مافیا نداره. به نظرم پریا که شو کرد. یعنی من اگر ملیکا شهروند باشه 3 و 5 که با هم یارن، یه دونه بین خودت های دیابلو با این یکی که داری میگی مافیاست دیگه، یه دونه من اونجا میذارم. کیوان که شو مافیاست، 3 پریا مافیاست. اینجوریه، خارج از اینم نیست اگر ملیکا شهروند باشه. چالش. الیاس غیر از 10 میخوای کسی رو بزنی؟ میدم به 5 صحبت کنم. بذار میدم به 5 صحبت کنم. ببین دیابلو که به نظرم شو، یعنی اگه من حتی تو بازی هم نبودم، دو باید از بازی فردا بره بیرون. ببین تو بخواد، نه آخر گوش کن حرف منو. تو میگی 3 یار منه و 10 یار منه، یعنی من بیام سر صحبت در رو بزنم بعد از 3 نیستش. تو الان داشتی میگفتی پریا که. ببین من به نظرم 2 که قطعیه، ولی من بین 5 و 8 هم مافیا دارم، چون من دیدم 5 وقتی که داشتی میگفتی 8 مافیا نیست، داشت لایک میداد که یعنی مافیا نیست. دوباره ترنش شروع شد، دوباره 8 رو تارگت کرد. یعنی تو به نظرت 8 بیاد بین بگه 5 و 6 و 7 مافیاست، 7 رو شاد کنه، زره اونم که ریخته فقط یه دونه تو رو داشته باشه. 8 نه، 8 نیست، 5 به نظرم. 5 مافیاست. و 10 ملیکا خودش چالش نگرفته وارد بازی بشه، ولی 3 نفر دارن از کارتش استفاده میکنن. من با دست تو بازی میکنم، 10 اوکیه بره بیرون، ولی به نظر من 2 و 5 هم حواست باشه. من این دوتا رو مافیا دارم. بچرخه. ببین آقا، من نمیفهمم شما چی میگید. به نظر آقای نصرا خانم ملیکا آدز شهروندی داره. من مافیایی هم که قرار بود یارفرزی ملیکا رو تو بازی کنم، پس باید به الیاسی رأی میدادم، نه اینکه به تارگت خودم تو بازی رأی بدم بگم هشت حتما مافیاست. خب پس تو اونایی که به الیاسی رأی دادم من باید 2 تا یار داشته باشم که موفقیت آمیز بتونم یار فرضی ملیکا رو بازی کنم دیگه. پس تو 1 9 2 خودت من 2 تا یار دارم آجی، که هم از خودت دارم تارگت میخورم، هم از یک تارگت خوردم، هم نوید منو شهروند نداره. میفهمین چی میگین؟ ملیکا به نظرتون مذاکره کننده بود، گفت ساید 58 رو دوست ندارم، ساید خودم رو باز کنید تو بازی. مرسی. میفهمید چی میگید؟ 8 بابا شوه. اه. خانم ملیکا هستین؟ خب رأیگیری رو شروع کنیم از خانم ملیکا به سمت آقای نوید. رأی برای ملیکا 1 2 3 دفاع. رأی برای نوید 1 2 3 رأی برای علی 1 2 3 رأی برای الیاسی 1 2 3 رأی برای کیوان 1 2 3 رأی برای نصرا 1 2 3 رأی برای پریا 1 2 3 رای برای دیابلو 1 2 3 رای برای پریوش 1 2 3 خانم ملیکا تارگت کاور. پاورم میدم کیوان، تارگت هم میدم الیاسی. الیاسی من کیوان. مهم نیست رفقا، شهروند بازی الان با 8 تا رای میره بیرون ها. کسی رای نده تو بازی بمونم فردامون میکنم بیرون. با 8 تا رای میره بیرون. مافیاست. میفهمم توی 58 کی یار داره، توی 2 و 9 کم یار داره. اگه نصرا رو بفهمم تو بازی شهرونده، چون آیه نصرا دیگه پریا رو تارگت نکن دیگه. پریا داره از طرف مشکوکی تو داره کاور میشه دیگه. به نظر 2 3 باکسن نیستن دیگه. ببین نوید جان عزیزم، دیابلو برات مافیاست؟ آره، بین خودت و دیابلو یه دونه مافیاست. اون تو 58 تا فردا میفهمم. امروز میره بیرون خانم پریا، مرسی. وصیت میکنه کی مافیاست. ببین داداش، من قرار نیست به ملیکا رأی بدم، فردا هم بکنیم بیرون برام مهم نیست، چون تو بازی رو داری متوجه نمیشی. آقای نصرا دیروز گفته بود تو 5 و 10 که نمیتونید بگید باکس مافیا. با مافیا داشتن امروز من سفت باید ملیکا رو تو بازی کاور میکرد، باید میزد تو دهن تو، باید میگفت الیاس داری شهروند تارگت میکنی تو بازی. 5 و 10 که مافیا نیستم، من 5 مافیا دارم. باید صفر ملیکا رو کاور میکرد تو بازی. ملیکا به نظرت مذاکره کننده بود، گفت ساید 58 رو دوست ندارم، میخوام ساید خودم رو تو بازی باز کنم. آدز نمیذاری اسنایپر بوده این مکس دیشب اسنایپر نزد؟
پس فقط اگه به ملیکا میگی مافیا باید بگی گادفادر. مرسی. گادفادر جلو کی ملق زد؟ چی 8 مافیاست، من نبودم تو بازی، فردا 8 تا میکنید بیرون. ملیکا دفاع. لطفا مایکمو نبندی یا خانم ماری، بگو تموم. مگه میشه یه نفر اینجوری بازی کنه؟ خوبه حالا یه سمت نداری، یه دونه زره داشتی که زرهت ریخته. از شماره 5 تا یک چالش میخواستم، هیچ کدوم چالش ندادن. دوز نگرفتی که 4 تا چالش گرفتی فقط ملیکا بره بیرون. با چه فکتی بره بیرون؟ میخوای بازی 7 نفره شروع شه؟ برام که مهم نیست، امروز رای میدین من برم بیرون، 7 نفره ببینم میخواد چی جوری بازی رو در بیاره. آقای زره پوش میخوام براش یه دست بزنم تو تحلیل. مگه میتونه 4 تا چالش گرفت فقط منو تارگت کرد؟ خب من مافیام، اوکی، یه نفر چالش نده دست خودم دفاع کنم، 4 نفر رو کثیف کنم. خدا میشناخت دیگه، میشناخت به یه سری یه سمتی چیزی نه. حالا کار ندارم، زره پوشه دیگه. آقا بکشید بکشید، بذار تو 7 نفره خودش بازی رو در بیاره. بکشید، نه بکشید، همتون رای بدید. به جز علی و دیابلو بقیه حق رأی دارید. رأی خروج برای ملیکا 1 2 3. خانم ملیکا. مگه میشه یه نفر اینجوری بازی کنه؟ من که الان شهروند بودم، فرض بگیرین مافیام، دوز نگرفتی آقای زره پوش افتضاح که فقط شهروند تارگت کردی. مافیام باید صبر کنی صحبت کنم، باید بتونی فکت بیاری، باید بتونی قشنگ تحلیل کنی بازی و نه اینکه اصلا اعصابمو خورد کردی. ترنت که میشد هنسفریمو در میآورم که انقدر روانم بازی نکنی. نذاشتی بقیه رو تحلیل کنم، نذاشتی تارگت هم بزنم. مگه میشه یه نفر اینجوری بازی کنه؟ شبم که شات میشی دیگه. مرسی. شب. به جز شماره 3 خانم پریا بقیه تصمیم بدین. آقای علی. خب در شبی که گذشت خداحافظی کردیم با خانم پریا. درخواست اعلام وضعیت. 2 شهروند 1 مافیا از جمعتون خارج شده. شروع صحبت‌های امروز از آقای کیوان به سمت الیاسی. من چالش میدم به الیاس بعد من. یا داداش میخوای میدم به بعد من صحبت کن. داداش امروز ساید منو باز میکنی با علی بخشی. 10 ملیکا کیو میخوای بکنی بیرون؟ 10 ملیکا مافیا بود یا نبود عزیزم؟ 10 ملیکا مافیا بود یا نه؟ چرا استقبال نکرد ساید من و آقای علی بخشی باز بشه؟ چرا استقبال نکرد؟ چرا گفت ساید خودم باز شه؟ ساید شخصی خودش رو باز کرد. شما یه شهروند قبل از این آقای علی بخشی با 4 تا رأی رفتی بیرون، زمانی که دعوای من و علی بخشی شهروند بود. حاجی گوش کن حرف منو دیگه. علی بخشی رو شهروند داری؟ علی بخشی دیروز رأیش رو سوزوند. علی بخشی به نظر شهرونده؟ اگه باز به نظر شهرونده من با دوباره با دست تو رأی میدم. دیروزم رأی دادم به ملیکا، کاورش گرفتم مرسی. کشیدم زیرش. ببین بیسیک مافیا همینه دیگه بچه. 2 تا شهروند وقتی تارگت میخوره روز یک، وقتی شات میشه باید بره بیرون دیگه. آد شهروندی واسش نمیذارید. شهروند بود تو ترنش سیت 10 باید تحلیل میکرد کی مافیاست، نه که بگه با دست پوش بازی میکنن. تو دفاعی هم آمبول شد، قبول دارم. خب تحلیل میکرد کی مافیاست دیگه تو بازی. ببین آقای کیوان، 8 به نظرت مافیاست؟ باید بگی 10 زره پوش بود رفت فقط تارگتاشو تارگت کرد تو بازی. اینو فقط میتونه بگی. من و مکس تو بازی توی دونا مافیا نیست. اینا کسایی بودن که یک نفر رای خروج به من داد، آقای نوید جوکر. دیابلو کسی بوده کاورم کرده رو به تارگت هم نکرده حداقل. من مسیر دادم آقا دیابلو بیا این ورم بازی کن دیگه. ولی کار ندارم، من فقط صحبت ها رو گوش میکنم. چالش آخرم از خود نصرا میگیرم. نصرا با چالش به من. مرسی. باز فکر ترن شهروندیتون رو بگید. ترن خودتون. چالش
نصرت چالش نمیخواد، چالش آخر باید بهم بدی. میدم به نبی، صحبت کن. ببین الیاسی جان، آخه مگه میشه که تو انقدر تک رأی باشی؟ من خودم سر صحبت اول دهو تارگت کردم، بعد اومدم گفتم اینجا شماره یک پریوش میتونه یارش باشه. بسیار خوب رفته. به نظر چند تا مافیا بهت رأی داده؟ چین رو دالین نکرده دیگه، درسته؟ باید دو تا مافیا بهت رأی داده باشه. خیلی خوب، الان ده معلوم شد که مافیاست. باید بین پریوش، نصر و نوید جوکر یه دونه مافیا باشه. من خودم نوید جوکر رو خیلی مافیا ندارم. تو داری از کارت خودت به نوید جوکر تارگت میزنی، من میگم تارگت فورس هم پریوشه، واسش هم فکت آوردم. دیروز نشسته بود کنار، چالش یه نفر بهش چالش داد، اکسپت نکرد. نشست ببینه رو ده چقدر فورس گذاشته میشه که ببینه خروجی خواهد بود یا نخواهد بود. مرسی. بابا من دیروز فکت های پریوش رو آوردم. من از رو پریوش چین میچیدم، گفتم به تمام 4 نفری که به تو رأی دادن من دیروز رأی یک دادم. ببین حداقل دو نفر که الان صحبت کردیم قبل من باید صحبت کنید دیگه. مثلا بگید 10 مافیای ساده گادفادر بود، اگر مذاکره کننده بود با تحلیل شما باید بگید فلانی گاد مافیاست دیگه. اینا رو نبی جان، اگر 10 به نظرت مافیای ساده یا گادفادر بود یا مذاکره کننده بود، با اون تحلیل باید بگید یک تو بازی مافیاست نمیخواد سایدش در بیاد دیگه. خب اینا رو باید بگید دیگه. من نمیدونم حقیقت سخت بازی. من حداقل پریارم روز یک کاور کردم، دیروزم گفتم به نظرم شهرونده، حداقل باید سیوش میکردید. حالا منو سیو نمیکردید اشکال نداره، پریا حتمی شهروند بود دیگه تو دک. صحبت رو گوش میکنم حالا. چالش میدم به نصرا، به برگردم. بابا این کیوان اصلا از روز یک داشت دکو تحلیل نمیکنه. مگه میتونی تو بازی شهروند باشی فقط بگی علی بخشی تو دک مافیاست؟ خب پاشو نصرا رو هم تو دک تحلیل کن. باید بگی نصرا توی 4 5 8 بیشتر از یه دونه مافیا میتونید تعریف کنید. این کیوان داره هم به 4 تارگت میزنه هم به 8 داره تارگت میزنه. به نظرتون 4 و 8 میتونن باکس باشن به این کیوان تارگت بزنن؟ رفتار یک به نظر رفتار گادفادر بود، نبی دیابلو. من دیروز بهش رأی دادم. الیاسی داشت یعنی کارو بد دادی بیرون. من میخواستم رأی بدم، اصلا دفاعیش طوری بود من داداش کوفتم بشه این بازی اون بخواد اونجوری دفاعیه بکنه. پس حتما رأیمو میسوزوندم تو بازی شهروندم. یعنی جدی میگم اصلا امتیاز برام مهم نیستش که. من به نظرم پنج کیوان مرسی. مافیاست. این خانم پریوش هم گادفادر میتونه. رأی میدم اگه گادفادر باشه. نکس. ببین به نظرم الیاسی بازی تقریبا در اومده، چون تحلیلی که دیروز کردم گفتم تو یک دو سه باید مافیا باشه. سه خیلی عجیب بود، سه روزه الان ذهن من خیلی بازتر شده دیگه، یعنی بازی رو راحت تر میتونم ببینم. خود دیابلو هم میگه نوید جوکر به نظر شهرونده. خب پس باید بگیم بین یک و دو یه دونه است، 58 هم بینشون یه دونه است. بازی رو باید ساده دید خیلی جا. امروز هم سایدا رو باز کن. امروز دیگه 7 نفریم، فردیم. حالا هر کدوم میگی یک و دو رو میخوای باز کنی یا 58 رو، من رأی میدم. فکتایی هم که آوردم به نظرم کیوان مافیا بود با فکتایی که آوردم. حالا باز خودت تصمیم بگیر دیگه. خانم پریوش بعد من لطفا صحبت کنید، دوباره به خودم بک بدید، ممنون میشم. الیاس جان، آقای دیابلو فکت دروغ داره وارد بازی میکنه. آقای دیابلو میگه من سر صحبت روز یک به ملیکا تارگت زدم، در صورتی که غلط است. خانم پریوش همین الان صحبت کردی عزیز دلم، همین الان گفت. اصلا بگذاریم آقای دیابلو، دیروز 2 نفر رأیشون رو سوزوندن دیگه. یکی شما بودید، یه دونه آقای علی بخشی بود دیگه. مگه میشه بین شما مافیا نباشه؟ دلتون سوخته بود داشت اونجوری مثلا وصیت میکرد. از که تا حالا بازی مافیا اینقدر دل رحمی داره ما نمیدونستیم. یه چیز دیگه آقای دیابلو، شما با فکتی که پریا رو شاد کردید مشخصا موضع 1 و 9 رو باید می آوردید پایین دیگه، چون من گفته بودم بین 2 و 3 تو بازی مافیا هست. درست عزیزم؟ پس شات پریا که مشخص بود بابت چی. یه چیز دیگه، احتمالاً 10 تو بازی مذاکره بوده الیاس جان، وگرنه توی 8 زمانی که یه دونه مافیا خروج پیدا میکنه حتما مذاکره میکنن که بخوان یه قدرتی بگیرن عزیزم. پس تو کسایی که آره دیگه عزیزم، دیروز مذاکره نشد، دیشب مذاکره نشد، اومدن توی 7
پس باید بگیم 10 تو بازی مذاکره کننده بوده عزیزم. مرسی. زمان نفر رأیشون رو میسوزونن، کی سوزونده؟ بین دیابلو و علی بخشی، اینجا باید تصمیم بگیر. تمام شد. شروع صحبت من بعد معارفه چی بوده؟ 10 و تارگت کردم، گفتم سم به نظر من شهرونده. آقای شماره 2 گفته یک مافیا، سه هم میتونه مافیا باشه. حالا الان میگه دیسلایک میده، میگه من سه رو نگفتم. از یه طرفیم ببین علی بخشی، من اگه به تو تارگت نمیزنم فقط به خاطر اینه که 7 شات شده بوده. به نظرم سایتون نمیمدی اونجوری شو بکنی وقتی زره پوشم زرهش ریخته. دو به نظر من قطعی مافیای بازیه، چون سر صبح من اگه دنبال این بودم که ببینم ده و کی تارگت میکنه بعد رای بدم، که شما و نوسترا ده و کاور کرده بودید دیگه، درسته یا نه؟ خب خیلی راحت بود برای من که منم زیر ده نکشم دیگه بره بیرون، چون رأیام سوخته بود دیگه. چرا بس رأی بکشم زیر یارم که بره؟ تو اصلا جای تارگت به من نداری. بعد من رأی دو هم به ده دادم. دو که به نظر من قطعی مافیاست. ببین من پنجم اصلا متوجه نمیشم از اول بازی، یعنی دو و چهار اینا هیچ کدوم مافیا نداری. من با زره پوش بازی میکنم، به نظرم نه میتونه شهروند باشه ترن چون رأی خودتونه. داده. جمله ببندم، فقط امروز بین دو و چهار به نظرم باید بره، چون چهار هم کسی بود که روی زره پوش فورس گذاشت دیگه. اگه ترن زره پوش یادش خودتونه. بیاد. ترن خودمه. بله. چالش رو میدم به پنج بعد من صحبت کنه. ببین میگم من دو رو خیلی مافیا دارم، چون دو کسی بود که رأیش هم سوزونده برای ده. علی بخشی رو هم نمیدونم، میگم فقط سر همون رأیه بودش. و نور شهروند دارم من، به نظر دو بین دو و چهاره. اون یکی دیگه اگه پنج، حالا شهروند جنگ شهروندی پنج جنگ بین پنج و هشت شهروندی باشه. چون یه جایی هم این دهه بلند شد. آها نه ببخشید، شهروندی نمیتونه باشه، اشتباه گفتم. چون یه جایی هم ده بلند شد گفت من میخوام پنج و هشت رو آشتی بدم، و یه جای دیگه تارگت زد اگه اشتباه نکنم. و چهارم رو تو گذاشت. ولی من الان اگه با دست من بازی میکنی، من میگم دو بره بیرون. دو اگه بره بیرون، دو کسی بود که از ده داشت کاور میکرد، به من تارگت زد. و بین پنج و هشت هم یه مافیا نشسته دیگه. بچخ حالا اگه ذهنم نمیکشه واقعا عذرخواهی میکنم ازتون، ولی دو من نظر مافیاست. خان به نظرت من با مافیای تو 2 4 8 یار میشم؟ به نظرت چین یه مافیا تو 2 4 با من و 10 منطقیه؟ به نظرت 2 یارمه، 4 یارمه یا 8 یارمه؟ من تک یارم تو بازی نوید جوکره، چون خودت هم یارم نیستی، شیشم که زره پوش. نوید جوکر رو مافیا داری؟ نوید جوکر رو مافیا داری؟ خب نداری. من نوچینم تو بازی با 2 یارم، با 4 یارم یا با 8 یارم. این آقای نصرا دیروز منو با این شهرونده داشت چین میکرد، میگفت 3 و 5 باکسشون مافیاست. آقای دیابلو تو بازی یه دونه چالش داد به من، تارگت همو فالو نمیکنه. چالش داد به من، به نظر 2 5 10 یاریم. چالش داد به من، من برم یارم رو کاور کنم تو بازی، ستایی شو بشیم تو بازی. پس من یار دیابلو هم نمیشم تو بازی باز. مرسی. آجی من 8 مافیا دارم آقا، من 8 مافیا دارم. چالش واسه علی بخشی بعد از من صحبت بکنه. الیاس جان خوب گوش کن، چون قراره از نصرت چالش بگیری، اجماع امروز رو شما تعیین بکنی. ببین خانم پریوش، خب شما اشتباه میشنوی تقصیر من نیست. الان تو همین ترن خودت دو تا اشتباه داشتی که یکشو خودت اذعان کردی. من به خانم سه تارگت نزدم. من دیروز برگشتم چی گفتم؟ گفتم خانم پریا از الیاسی برام زره پوشتره. من نمیدونم شما چی میشنوید. من دیروز برگشتم گفتم فقط تو رأی دوهای الیاسی دارم تارگت میزنم. به تمام 4 نفری هم که رأی دو داده بودن رأی دادم. رأی کیلم هم. مثلا تارگت چیزو میخواستم، خانم ملیکا رو میخواستم. یه جوری صحبت کرد، گفت تو 7 نفر پا میشید. من گفتم این پزشکه که رأیم رو سوزوندم. واقعا هم داشت میبست مایکو. من فکر میکردم پزشکو دادید بیرون. خیلی خوب. کارت مافیای ملیکا تحلیل داره دیگه. ببین یه سایت، الیاسی جان، یه سایت بین 5 و 8 که از روز یک مشخصه دیگه. همین الان هم اینا از هم کنار نیومدن. پس یه دونه گره اینجا داریم که باید باز بشه، یه دونه هم باید مرسی. بین 1 2 9 باشه دیگه. خودت شهروندی، نصره اینجوری آنچین شد، فک شهروندی نداره ولی آنچین شد دیگه، از چیز اومد بیرون. حالا شما تصمیم بگیر خروجی امروز کی باشه. دو تا مشکوکی که 1 و 9 رأی دادن به تو، جفتیشون دارن میگن خروجی من باشه. الیاسی بعد از داداش من چالش داشتم.
اگه میشه آقای نبی دیابلو بگی نصرا نوچین شد تو بازی. نصرا دیروز داشت از رو 10 بازی رو بلند میکرد دیگه، با الیاسی داشت دیالوگ میکرد، بازی رو از رو 10 بلند میکرد، تارگت دیروزش 5 کیوان رو تارگت میکرد. کیوان نمیدونم تو شهروندی ای به من تارگت میزنی، ولی به نظرم مافیایی، آدز نداره شهروند باشی. باید خب من مافیا میدونی یار تعریف کن برای من. یا باید بگی 1 و 5 تو بازی باکسن، یا باید بگی 2 و 4 باکسن. خانوم پریوش تو بازی هم فک شهروندی داره هم فک مافیایی. گوش کن آی لستا، چالش هم بک بداد تو ترن روزه کش. یه تارگت به 5 زد، یه تارگت به 10 زد تو بازی، مکس لایک داد. 3 رو هم گفت شهروند تو بازی این خانوم پریوش. توی چالش دومش این فکت شهروندیش اینه، به 7 چالش داد که 7 بره 10 مرسی. رو تحلیل کن. فکت گوش اینو بگم ببندم، فکت مافیاییش هم اینه تو چالشش بلند شد گفت آقا 10 مافیاست دیگه، من با 10 فعلا کار ندارم، میخوام جای دیگه سایت باز کنم. بعد از من الیاسی صحبت کنه. خیلی عجیبه بازی، مغزم که دیگه بیشتر از این قد نمیده خانم پریبت. چون دیروز وقتی آقای دیابلو داشتن شما رو تارگت میکردن، من برای دیابلو فکت آوردم، بهشم رأی دادم. شما خودت رأی ندادی به دیابلو، رأی دادید به دیابلو. خب پس چجوری من با دیابلو با هم یاریم؟ من که داشتم گفتم من که 10 کاور کردم، گفتم 10 بذار مافیای قطعی. الان کسی اسنایپر کی بوده پس؟ تا الان نزده من میشه؟ من تو ذهنم این بود که مکس اسنایپر بوده اونو زده. اه، امروز میخوای 1 و 2 رو ببین. دیروز این چیزی که من متوجه شدم، باید تو 1 و 2 یه دونه مافیا باشه، 58 هم یه دونه مافیا باشه. خودت بگو کی بره بیرون. من دیگه ذهنم بیشتر از این قد نمیده حقیقتا. الان 58 داشتن تا الان به هم دیگه تارگت میزدن. جفتشون الان با هم میگن نصرا مافیاست. یک و مرسی. دو داشتن به هم دیگه تارگت میزدن، جفتشون با هم میگن نصرا مافیاست. شوین آقا، شوین، همه تو شوین. ببین نصرا جان، من چرا تعیین کنم دیگه؟ من شهروند ساده بیش نیستم دیگه، چرا من تعیین کنم؟ شما باید بگین ساید بگیرید تو بازی که مافیا هست. 5، خب با 5 بیا بالا دیگه. چون نگاه کن این شماره 8 امروز منطق داره صحبت میکنه دیگه. میگه به تو خودت خورده میگیره تو بازی، میگه چرا دیروز رفتی به 5 گفتی مافیا؟ رفته بودی 10 رو تارگت، وقتی 10 داشت تارگت میخورد تو بازی. ببین نوید جوکر کارتشو همتون سر دادین تو بازی، همتون نوید جوکر کارتش سر دادین تو بازی. چون هم دیابلو گفت به نظرم شرمنده، بعد چین کردتون خط کشیش گفت به نظرم تو اونجا یه دونه مافیا هست. من تو ذهنم اگر اسنایپر تو بازی نیست، الان نیست، اگه اسنایپر بود تو 58 زده دیگه، تو 58 زده دیگه. این ذهنیت من بود. چون اگر 10 رو میزد که نمیرفت بیرون دیگه، 10 میرفت بیرون. مرسی. حالا نمیدونم، امروز من رای میدم به 5 و 4. حله آقای کیوان. مرسی. رأی گیری شروع میکنم از آقای کیوان به سمت الیاسی. رأی برای کیوان 1 2 3 دفاع. رأی برای الیاسی 1 2 3. رأی برای علی 1 2 3. رأی برای نوید 1 2 3. رأی برای پریوش 1 2 3. رأی برای دیودو 1 2 3 دفاع. رأی برای نصرا 1 2 3. کیوان و دیا. کیوان درباره الیاسی، آیدیا درباره علی بخشی نمیخوای؟ علی بخشی صحبت کن. آه. الیاسی علی. ببین نوید جوکر، امروز سایت تو باز میکنیم. ببین من درباره کیوان گرفتم، الان امروز تو 7 هم رای داد به علی بخش، هم رای دادی به دیوبلو، هم رای دادی، درسته؟ رای نداد به نصرام، رای داد به 2 نفر رای دادی. کیوان به نصرام رای، به یک رای دادی، به یک. ببین امروز خودتون، من دستم با نوید جوکر. نوید جوکر میگه دیابلو تو بازی مافیاس، بره بخونه شهروند، نوید جوکر رو میکنه بیرون دیگه. چون نوید جوکر میگه فقط دیابلو تو بازی مافیاس. نه عمو دیگه، من نوید جوکر شما شهروند کردین تو بازی. آقای علی.
آقای دیابلو دیروز فکت داشتی دیگه، پاشدی گفتی یک به نظرم حتما مافیاست، گفتی بابا یک تو بازی گادفادره بیایید بکنیدش بیرون، امروز بهش رأی دو ندادی استاد، چرا رأی دو ندادی به یک؟ آقای دیابلو چرا رأی دو به یک ندادی؟ مگه یک مافیای دیروزت نبود؟ مطمئن بودی یک تو دک مافیاست. سه دیابلو اومد تو دفاعیه. من امروز ساید نوید جوکر رو باز میکنم. دیابلو حتما بهت رأی میدم، به کیوانم رأی میدم داداش، اصلا شهروندم باشی بخوام امتیاز منفی بگیرم مشکلی نداره، چون مرسی. سه ترم کردم نفهم. کیوان دفاع. پس من مافیام امروز تک رأی تو رو من دادم. آره، یه دونه یار دیگه ندارم تو رو بیاره تو دفاعیه. ببین حاجی، من نصرا خودم بهش رأی یک ندادم، امروز تارگت منو داره میگیره. نصرا من بهش رأی یک ندادم، تارگت همو داره میگیره. حاجی به نظرت تو گفتی 3 و 5 مافیاست، من رفتم 3 رو زدم. تو گفتی امروز 3 اهرم فشار من رو تو بود، من رفتم 3 رو زدم. خودم 3 رو زدم که تو رو تارگت کنم. من مافیام 3 رو زدم که تو رو تارگت کنم، دارم 8 رو تارگت میکنم. تارگت منو میخوای؟ ولش کن. امروز دیگه من به ساید نصرا میرم. مگه میشه اینقدر نفهمه بازی رو؟ من به ساید نصرا میرم بیرون. دورم هر کی خواست به ساید خودش بکنه بیرون، من نمیدونم. یعنی چی دور هر کی خواست به ساید خودش بکنه؟ اصلا من کجای دک بودم که باید بیام بالا؟ مگه از روز یک ساید بین 5 و 8 نبود؟ من گفتم الیاسی اجماع بگیره، الیاسی گفته من رأی ندادم به تارگت خودم. من با نقش مگه تو این سطح تورنمنت بازی میکنم؟ من فکت آوردم با خانم پریاد، دیالوگ کردم تو ترنم رسید، چون نوید جوکر تو ذهنم مشکوک شد اون موقع. بذارید بین 1 2 9 یه دونه، بین 5 و 8 تو ذهن من ساید بود. الیاسی او گفت بین 4 و 5 باید بیاد بالا. خیلی خب آقای الیاسی، من به نصرام رأی دادم بالا نیومد، الان باید خروجی بازی من باشم؟ خب رأی بدید. بعد تو ذهنتون میشینه ملیکا مافیا، کیوان مافیا، دیابلو مافیا. کیوان سر صحبت چالش گرفته گفته جای دوتا یاران میرم بیرون. یعنی اومده تو تورنمنت حرکت بزنه، فرندلی نشه، تو کافه نشستیم داریم بازی میکنیم. یه گره رو نگه ندارید. از روز یک بین 5 و 8 سایی بوده تا همین لحظه آخر نخواستن از رو هم بیان کنار. این ساید رو باید باز بکنید. کسی به من رأی نمیده. من خودم اگر کیوان مافیا باشه تو مرسی. معذوریت بودم که بهش رأی ندادم تا الان. ساید بین 5 و 8 رو باید باز بکنید. رأی بدید کیوان ساید علی بخشی در بیاد. سیف. کیوان دیابلو ترتیب رأیگیریه. رأی خروج برای کیوان 1 2 3. دو رأی. رأی خروج برای دیابلو 1 2 3. دیابلو وضعیت. استاندارد بازی نمی کنید دیگه، استاندارد بازی نمی کنید، بعد آخر بازی تو تحلیلیه میشینید نام همه میگن پیووی من این بود، پیووی من اون بود. فردا با استعلام وضعیتی که میگیرید میخونه شماره 2 شهروند، فقط نوید جوکر بین 5 و 8 خودتون تصمیم بگیرید. من نفهمیدم، من واقعا بین 5 و 8 نفهمیدم. یعنی دو تا دیالوگ کردن با ملیکا، جفتیش تو ذهن من نمیتونست با ملیکا یار به یار باشه. وقتی استعلام وضعیت ملیکا رو خوند مافیا، نه علی بخشی میتونست تو ذهنم مافیا یعنی یارش باشه، نه کیوان میتونست یارش باشه. الان بهترین موقع بود باید بین 5 و 8 باز میکردید، نکردید. حالا 5 و 8 رو من کاری ندارم. فردا استعلام وضعیت شهروندی فقط نوید جوکر رو میدید. بچه مرسی. شب. به جز شماره 9 نوید بقیه تصویر بدید. درخواست وضعیت. 5 نفر از جمعتون خارج شدن. 3 شهروند 2 مافیا. شروع صحبت امروز از آقای مصرا به سمت پریبش. میشه شماره دورم بذارین پایین؟ الیاسی صحبت کن. یعنی یزیدتون تو بازی، یزیدتون. من شهروند ساده باید بگم کی بره بیرون. یزیدتون تو بازی. چون آقای دیابلو دفاعیش دفاعی ضعیف بود دیگه. میگه
58 گرهش باید باز میشد. خود شهرونده باید بگه تو 58 کی مافیاست، نباید بگه پریوش تو بازی مافیاست، نوید جوکر مشکوکه دیگه. بازم صحبت ها رو گوش میکنم. ببین رای خروج دادی علی بخش به کیوان؟ ندادی. 5 بره بیرون. من تو ذهنم دیروز نصر باکس بودید با دیابلو، این ذهنیت من بود. خب ذهنیت من این بود باکس بودید، به خاطر اون گفتم دیابلو بره مرسی. بیرون. آره صحبت رو گوش میکنم. حالا من ذهنتو باز میکنم. ببین تا الان که مذاکره نشده، پس باید بگیم مذاکره کننده رفته بیرون. مذاکره کننده کسی بودش که سایدشو میخواست با تو باز کنه. من اگر یار اون مذاکره کننده بودم که نمیبودم رأی بدم سایدش باز شه، فرداش تارگت بخوره. 2 روز پیش زمانی که آیه نبی داشت پریوش رو تارگت میزد گردن میگیره، موزه پریوش رو بردم بالا، به خود نبی رأی دادم، گفتم مافیایی. قبل از دیروز 2 روز پیش من به نبی رأی دادم، نبی به من رأی داد. من که یار اون نیستم، یار ده هم نیستم. خیلی واضحه. من به نظرم کیوان مافیاس، آخرین مافیاس. رأی بده بازی تموشه بره دیگه. این داستانا چیه؟ تو مگه به شهروندی 8 نرسیدی؟ یکم که با اون با 2 سایت گرفته بود که یک که دیگه شهروند یار 2 نمیشه. تو 58 نمیخوای باز کنی؟ اه. رأی بده کیوان بره بازی تموم شه بابا. چالش میدم به الیاسی بعد من صحبت کن. خب با اینکه ذهنم واقعا خسته بود، باز دوباره دور خوب تشخیص دادم. ببین من که 8 به نظرم، میگم حالا به من تارگت زد ولی با این وجود برام فکت شهروندی داره. یه جایی هم نصرا اومد گفت 7 اسنایپر بوده که 10 رو زده، پس 10 شهرونده. یعنی این فکت رو هم براش آوردی روزی که بود و داشتی تارگت میکردی. هیچ جا هم به خاطر من شهروند کردن من 2 رو تارگت نکردی. حتی یه جایی من گفتم 2 و 4 با هم مافیان، تو گفتی که اصلا ما نمیتونیم با هم یار باشیم و به من تارگت زدی. ببین من ذهنم درگیر حرف ملیکاست که گفت بین 5 و 8 من بین 5 و آره 8 من نمیخوام اینجا، به نظرم شهروند نشسته و نمیخوام اینجا رو باز کنم درگیره. ولی با دست الیاسی بازی میکنم. یعنی الان وضعیت خوبه به نظرم. حالا بین 5 و 8 اگه میخوایم گرو باز کنیم، یا اگه 4 میخواد بره بیرون، من 4 با من یعنی هر تاشون رو مافیا دارم، فکت مافیا دارم. فقط حرف ملیکا تو ذهنم همش میاد که 5 و 8 رو میخواست آشتی بده، برای هم مرسی. میگم بین 5 و 8 هم میتونه مافیا باشه. ببین همون اسرا، من روز یک فشار فکتیم بود 10 بود. خب گفتم تو 4 5 10 پر مافیا هست، حداقل 2 تا مافیا اونجا دارم، تو با ما قیمونی یه دونه مافیا هست. ولی فشار فکتیم بود 10 بود دیگه. گفتم 10 مافیا است. 10 مافیا بود، من باکسش با تو داشتم. دیروز برام نوید دیابلو تنش دفاعیش ضعیف بود و تنش هم مشکوک بود دیگه. گفتم نوید جوکر کارش سر داد. دفاع که کرد رفت بیرون، باز من گفتم اگر مافیا هست تو 58 یار نداره، به نظرم چینش تو بودی. از قضا الان 58 با هم دیگه میگن تو بری بیرون. کیوان به نظر هنوز علی بخش آد شهروندی داره؟ من من دارم میگم، من 58 ببین اگر 7 اسنایپر بوده تا حالا اسنایپر نداشتین دیگه، حتما یا کیوانه زده یا علی بخش زده تو بازی. من ذهنیتم اینه. نصرا با تارگتش بیاد بالا. مرسی. آقای بخشی ترن شماست. چالش میدم کیوان، بکشو بهم بده. صحبت. ببین داداش، اگه تو مافیا بودی من بهت میبازم، چون تو دیروز با رأی ندادی به من زمانی که یه مافیا بالا بوده. 1 و 4 به من رأی دادن. خانم یک معتقد بود 2 حتمی مافیاست. آقای نصرات چین ذهنیش 2 5 10. حاجی مگه میشه 2 5 10 چین باشن تو بازی؟ من میدونید کل شهروند درستا رو شهروند کردم تو بازی. من گفتم نه جاش میرم بیرون. گفتم نه، هر موقع تو بازی بهت شک کردم یادم بنداز بهت گفتم شهروند تو بازی. بعد این یار یک به من چالش داد که برم یار 2 رو تارگت کنم تو بازی، بیام شهروند علی بخشی رو تارگت کنم تو بازی. چه اینو نشون بدم به علی بخشی؟ نصرا حتما مافیاست، مگه میشه نفهمه بازی رو؟ دیروز چینش 3 5 بود، باکس 3 و 5 و مافیا داشت. ملیکا رو داشت کاور میکرد. برو بیرون بابا. 4. یه لحظه گوش کن، مافیا باید بین 1 و 4 باشه دیگه.
یک فکت شهروندیش این بود، گوش کن، یک فکت شهروندیش این بود که چی؟ چالش داد به 7 مکس، درسته؟ یه فکت مافیایی هم داشت الیاسی، من نوشتم فراموش میکنم. تو چالش تو چالشت خانم، من تو رو تارگت نمیکنم، دیدی که به رأیم ندادم دیگه با کارت مافیایی 2 دیابلو. 4 نصرا مگه 2 میتونست به 4 نصرا بگه حتما شهروند؟ نصرا دکش دیروز 2 تا مافیا داشت، 2 تا مافیاش 5 کیوان بود، بعد به من گفت شوید از روز یک به هم دیگه تارگت میزنید دیگه به هم الان ما دوتا رو دیروز چنگ کرد، مافیا از کجا رفت بیرون؟ 2 نبی دیابلو گفت چی؟ گفت به نظرم 4 نصرا نوچینه. یا باید بگی نبی دیابلو مافیا بوده با یک رفته تو زرگری، یک و رای داده نرفته بیرون. یا 4 نصرا حتما مافیاست دیگه، یا 5 کیوان. خودم که کارت دستم شهروندی، دیروز میتونستم خیلی راحت بکشم زیر کیوان، مسیر داشتم رای ندادم، باکس 1 و 4 رای دادم به کیوان. اون مرسی. نبی دیابلو با رأیه که من اومد تو دفاعی، خودم یک پریوش 9 کاراگاه. چالشو برمیگردونم به نصرا. علی بخش، زمانی که خانم ملیکا تو دک بود، دیابلو نگفت که پریوش تو بازی مافیاست، که وقتی نبود گفت پریوش تو بازی مافیاست دیگه. دوتا مافیا زرگری نمیکنن تو بازی وقتی دوتا مافیا تو بازی هستش. نصرا جان، اگر 10 مذاکره کننده باشه به نظرم تو مافیایی، چون مذاکره هم نشده دیگه. چون اون روزی که ملیکا تو بازی بود خودت میگفتی 5 تو بازی مافیاست، 10 مافیاست، رها کن. آقای نبی دیابلو این دیالوگا رو میکرد دیگه، میگفت 10 شهروند آد شهروندی داره توی شما دنبال مافیا میگردم. ببین نصرا، یه فرضیه هستی که تجربه نشون میده دیگه، 58 از روزی یک رو گردن همن، تو 5 تا نمیگن باکس با هم دیگه شهروند کاور میکنه به نظر نصرا مافیاست. این هم هستی. بازم گوش میکنم نصرا، با تارگتت بیاد بالا، هر کی هم گفتی همونو بریم. میگن دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. خب من دارم از سمت کی مورد تارگت قرار میگیرم؟ خانم پریوش. پریوش و من در موضعی که 1 و 2 با هم داشتن، تو میگی 2 تا مافیا داشته باشن، 2 تا مافیا با هم زرگری نمیکنن. من با دیابلو با هم زرگری کردیم. منو باید به خاطر یه جمله من کاور کنی. به جز 7 شما اسنایپر دیگه ای تو بازی داشتی؟ گفتم 7 اسنایپر بوده. خب به خاطر اینکه 7 رو گرفتم اسنایپر، گفتم 10 میتونه شهروند باشه. به من چه ربطی داره مکس اسنایپر بوده 10 نزده رفته کسی دیگر رو زده؟ به من ربطی نداره، مشکل خودشه. الان خانم پریوش که من بهش موضع دادم، گفتم تو شهروندی دیابلو مافیا، از 2 روز قبلا من به دیابلو رای دادم، میگه 5 و 8 با هم شهروندم، من مافیا؟ من مافیا بودم؟ من یار 2 بودم به اون رای دادم. مرسی. اصلا هر کدومتون، علی بخشی رو خودم کاور کردم، 1 و من کاور کردم. الان اینا میگن من مافیا. ایمان. چالش، علی چالش تو میخواد؟ ندم بذاره، میدم بذاره پوش صحبت کن. ببین حاجی، تو پس معتقدی من یار دیابلو بودم، دیدم یارم اومد تو دفاع، رأی ندادم به تو، رأی یک رأی خودم و یارم رو باز کنم بکشیم زیرت بری. حاجی اصلا غیر منطقی داری صحبت میکنی. تو و پریوش با هم 2 رو مشکوک داشتید کشیدین زیر من قبل 2. 8 علی بخشی اگه مافیا بود برد بازی رو، رنگ نداد به یارش. من چجوری دیگه علی بخشی رو تارگت کنم بگم علی بخشی به نظرم دیگه شهرونده؟ من اشتباه داشتم میکردم، به نظرم دیگه شهرونده. دیروز تو پریوش رای دادید به من قبل یه مافیا، من مافیا بودم یار 2، دیدم 2 اومد تو دفاعی، رنگ ندادم تو رو بیارم تو شهروند رو تو دفاعیه. تو 2 روزه داری میگی من تو سر همون دیالوگت دارم 2 روز باد مدارا میکنم گردنت نمیگیرم بکنمت بیرون. 2 روزه گفتی من فلانم، فهمیدم اون هفته اسنایپر بوده. خب آقای کیوان، علی بخش، خانم پریوش اشاره کرد به یک حرف دیگه، نصرا نفهمید چی گفت تو ترنش، اشاره به یک چیزی کرد تو بازی. میخوای تو 5 تا رای ندیم من نصرا؟ آره. تو باید بگی فقط 5 تو بازی مافیاست دیگه، یک شهروند داری. تو اشاره کردی نصرا جان دیگه، الان یه چیزی گفتی که من ذهنم قلقله خورد. به نظرم تو مافیا بودی ولی با یه دیالوگی که کردی. خب کی مافیاست عمو جان؟ باید بگی 5 تو بازی مافیاست. خب 5 باید تارگت کنی دیگه. الان آقای شماره 5 داره منطقش داره درست میگه تو مافیایی.
خانم پریوش به نظرت کیوان مافیاست نصرا؟ تو باید بگی اینجا. به نظر منطقی تر کیه؟ ببین یه جایی بود خانم ملیکا تو بازی وقتی تحت فشار بود اون روز گفت کی مافیاست، حرف به اشاره کیوان کرد که هشت بازی مرسی. مافیا. به نظر خب رأیگیری رو شروع میکنم از آقای نصرا به سمت پریوش. رأی برای نصرا 1 2 3 دفاع. رأی برای پریوش 1 2 3 رأی برای علی 1 2 3 رأی برای الیاسی 1 2 3 رأی برای کیوان 1 2 3 آقای نصرا و کیوان. آقای نصرا درباره. میبندم. کیوان درباره. آقای الیاسی صحبت کنید. ببین نصرا دیگه من دو تا مافیا تارگت کردم دیگه، به خونی شهروند وصیت تو جوری میکنم بیرون تو کیاس نبودم کیوانو کات نداشته باشه دیگه. چون کیوان اون منطقش درست داره میگه دیگه، میگه بین خودت و نصرت تو مافیا تری. من چون رأی خروج ندادم به کیوان دیگه، شما با دست زیر پوش بازی میکردید دیگه. حالا دیدم بعد از خروج نرفت بیرون کیوان فرش کشیدید زیر نبی دیابلو. ببین من امروز خانم پریوش و علی بخش شما هر کی مافیا دارین من با دست شما بازی میکنم. من تو ذهنیت خودم نصرا مافیا تر بود، ولی این دیالوگی که نصرا کرد دیگه من چی بگم دیگه. مرسی. آقای نصرا دفاع. امروز رو به من رأی نده آیا الیاسی. تو باید آخه شهر رو بگیری دستت. این 1 و 8 که میخوای باشون بازی کنی من کردمشون شهروند. تو میخوای با اونا بازی کنی، خب من بهشون گفتم شهروند. دو که داشته 1 و تارگت میزده گفتم 2 مافیاس بهش رأی دادم. من چرا مافیام؟ تو ساید 58 دخالت کردم گفتم 8 شهروند 5 مافیاس فکتشو آوردم. 5 بذار بگم اون دوباره تکرار میکنم. اون روزی که شما اومده بودی بالا به علاوه آیه علی بخشی، تو گفتی علی بخشی به نظرم شهرونده که ما رو داره تارگت میکنه. کیوان با این شنیدن این جمله باید به تو رأی خروج میداد، به تو رأی خروج نداد. اون الان که مشخص شده 10 مذاکره کننده بوده، درسته؟ من که نمیام ساید مذاکره کننده رو در بیارم بعدش هم با اون یکی مافیا شماره 2 مگه نبوده. موضع 2 رو بردم پایین، 1 رو تو ذهنم شهروند داشتم گفتم 2 مافیا بشم رأی دادم. 2 روز پیش 3 روز پیش من بهش رأی دادم. تعجب میکنم از علی بخشی و پریوش. اگه شهروندی شما الان باید منو کاور کنین، 5 رو تارگت کنین. تا از اول بازی تا الان میگفتیم 5 مافیاس. آیا علی بخشی من تو رو کاور کردم. من میتونی به من امروز یه رأی بده 5 بره بیرون بازی تمومه. بازی رو داری سخت میکنی. کیوان. ببین شما فقط حرفای اشتباه میزنید تو بازی، تمام حرفات اشتباهه. من ذهنیتم این بود که علی بخشی ساین بالاه، ذهنیتم این بود. چرا باید به الیاسی رأی بدم تو بازی وقتی ذهنیتم اینه که علی بخشی مذاکره کننده است؟ چرا باید رأی 2 بدم؟ نمیگم هستی، میگم ذهنیتم این بود. ببین آقا دیروز پس دیابلو یار من بود، چین آقای نصرا 2 5 10. یه دو تا چهار تا کن تو مغزتون بذارید. چین 2 5 10. 2 چالش داد به 5. 5 گفت به نظرم 10 با چه نقشی تو بازی اومد کاور کرد منو، خودش رفت با یه شهروند دیگه ساید گرفت. چین دو دیروز این یارم اومد بالا تو دفاعیه، من دیدم یارم اومد تو بالا تو دفاعیه. آقای نصرا بعد از یارم بود، من رأی یک ندادم به هیچکی. رأی خودم و یارم رو باز نکردم. یارم اومد بالا گفت ساید 58 رو باز کنید تو بازی. آقای زرپوش رأی نداد به من. 9 شهروند رأی نداد به من. علی بخشی که خودم رو گردنش بودم رأی نداد به من. 1 و 4 که معتقد بودن 2 مافیاس رأی دادم به من. مرسی. من مافیام. مرسی. به جز علی بخشی بقیه هم رأی دارید. نصرا کیوان ترتیب رأی. رأی خروج برای نصرا 1 2 3 دو رأی. رأی خروج برای کیوان 1 2 3 آقای نصرا وصیت هست. خسته نباشید. بالا من شهروندی بازی شد. لطفا کسی رو مایک نیاد. تصاویرتون باز کنید.
دوستانی که از بازی خارج شدین اگر هستین توی لینک تصویر بدین لطفا. خسته نباشید میگم به همگی، تبریک میگم به شهروندا. خانم پریوش پزشک بازی بودن، آقای دیابلو مافیای ساده، خانم پریا اسنایپر بازی بودن که شب 2 آقای نوید رو زدن، خودشون هم شاد شدن رفتن. نصرا گادفادر، کیوان شهروند ساده، الیاسی زرهپوش، مکس کاراگاه، علی بخشی شهروند ساده، نوید خبرنگار و خانم ملیکا مذاکره کنند. خسته نباشید میگم به همه، امیدوارم که لذت برده باشین از بازی. امین جان اگر هستیم صحبتی نداریم بفرمایید. خب مرسی از خانم ماری. رفقا خسته نباشین. بازی جذابی بود. البته دیگه یه خورده وقتی زره پوش میریزه دیگه همه میگن زره پوش بگه کی بره. خیلی خوب بودی الیاسی، عالی بودی. آقای مکس هم خیلی خوب بازی کرد تو شهروندا. به نظرم تیم مافیا اونجایی باخت که ساید مذاکره کننده رو باز کردیم، چون حتی زره پوش هم نبود خب فردا یه جوری وصیت میکرد پریا رو که ملیکا رو که ملیکا بره دیگه. پس نباید ساید مذاکره کننده رو باز میکردیم دیگه. بعدش بازی براتون سخت شد، بهتون هم حق میدم دیگه. چی میگی؟ بازی قشنگی بود. مهدی درگوشه عزیزم هم بازی رو میبینه. ما سعی میکنیم تا فردا سعودی ها رو اعلام کنیم تا فردا شب که سه شنبه بازی نیمه نهایی اول فکر میکنم. و به همتون هم خسته نباشید میگم. خیلی بازی جذابی بود و حرفاتون هم گوش میکنم. 1-2 دقیقه راجع به بازی خودتون تحلیل کنین. اگه نظری چیزی دارین، نکته مثبتی دارین بگین، من حتما گوش میکنم. ممنون. میام جان خسته نباشید میگم براتون. بچه دم همگی گرم که اومدین بازی. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. شب و روز همگیتون بخیر و خدا نگهدارتون.